أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. در آیات گذشته در تذکره منافقین خواندیم که علت این نفاق، شک، دروغگویی این بود که فی قلوبهم مرض، در دلهای اونها مرضی وجود داشت. اون مرض چی بود؟ نفاق بود، فساد بود، حسد بود، بدبینی بود. حالا در ادامه زجر و عتاب هست برای همون منافقین و توضیح بیشتر مرض هست. یکی از مصادیق مرض فساد در زمین بود. به آنها گفته میشد که فساد نکنید. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، هرگاه به آنان گفته میشد که فساد نکنید. حالا فسادشون چی بود؟ صورتهای زیادی برای فساد بود، اما یکی از صورتهای فساد این بود که کفار را بر علیه مسلمانان تحریک می کردند، تشجیع می کردند، به این صورت که اسرار مسلمانان را به کفار می بردند، می رساندند، جاسوسی می کردند. وقتی که اسرار را به اونها می گفتند، اونها را تحریک می کردند که مسلمان ها این برنامه را دارند، چنین اراده ای دارند، چنین تصمیمی دارند. این باعث می شد که کفار تحریک بشن بر علیه مسلمانان. به همین دلیل عداوت ها بیشتر می شد، جنگ ها در می گرفت. علامه نصفی نوشته و کان فساد المنافقین فی الارض، فساد منافقین در زمین این بود که انهم كانوا یمایلون الكفار و یمالئونهم علی المسلمین، کفار را متمایل می کردند، تحریک می کردند بر مسلمانان به افشاء اسرارهم، که اسرار مسلمانان را افشا می کردند، مخفیات مسلمانان را به کفار می رسوندند. الله عزوجل می فرماید این را برای خودشون فسادی نمی دانستند. خیلی از افراد هستند که فساد می کنند ولی فکر می کنند که این شغل شریفی هست، افتخار هم می کنند. قالوا انما نحن مصلحون، منافقین هم همینو می گفتند که انما نحن مصلحون، ما مصلحیم، ما داریم کار اصلاحی می کنیم، ما هیچ فسادی در کارمون نیست. اما با این کار الله عزوجل گواهی میده که این اصلاح نیست، این افساده.
این ایجاد کردن فساد هست، ایجاد کردن فتنه ها هست. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الا حرف تنبیه است، با خبر. همانا این منافقین اینها مفسدها هستند، اما خودشون شعور ندارند، درک ندارند. حالا ولكن لا يشعرون، نمی فهمند. به چه دلیل؟ یا اینکه جهل مرکب هست. جهل مرکب اینه که انسان یه چیزی را نمیداند و نمیداند که نمیداند. آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند. یعنی فساد میکنه، فسادش را فسادی نمیدونه که من دارم فساد میکنم، این دیگه هیچ وقت از این فساد خارج نمیشه. و یا اینکه همین فسادی که انجام میدادن این را برای خودشون صلاحی میدانستند، این را برای خودشون یه خدمت میدانستند. خیلی ها هستند که بر علیه مسلمانان فتنه انگیزی میکنن، این را خدمتی میدونند. میگویم ما در جهت اصلاح قدم برمیداریم. این عین همون دأب منافقین هست، عادت منافقین هست. اما الله میفرماید این فساد هست، اینها مفسدند، اما ولكن لا یشعرون. خب این یک عتاب شد، زجر شد برای اونها که بیان شد که فساد را فساد نمیدانند و فساد را اصلاح میدانند. دومی، اونها ایمانشون ایمان ظاهری بود، ایمانشان ایمان حقیقی نبود. ایمانی که سرچشمه آن اخلاص باشد، درون قلبی باشد، نبود. خب به اونها گفته میشد که شما ایمان بیارید مثل بقیه، مثل صحابه، کما آمن الناس، مثل این مردم. منظور از الناس چی هست؟ صحابه هست، یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم، مخلصین. اونها نسبت به این مخلصین توهین میکردند، بیادبی میکردند، اونها را انسانهای نادان میدانستند. این عتاب دوم هست بر منافقین. الله میفرماید و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، هرگاه به آنها میگفته میشد که ایمان بیاورید همان گونه که بقیه مردم ایمان آوردند. ای ایمانا مقرونا بالاخلاص بعیدا من شوائب النفاق، ایمانی که توأم با اخلاص باشه، همراه با اخلاص باشه، از نفاق بدور باشه، از شائبه نفاق و بوی ریا و نفاق بدور باشه. اما اونها چی میگفتن در جواب؟ قالوا انؤمن کما آمن السفهاء، آیا ما ایمان بیاوریم همان گونه که نادانها ایمان آوردند؟ یعنی اون مخلصین را، اون صادقین را نادان میدانستند، سفیه میدانستند. الله عزوجل خودش جواب داده. الله میفرماید الا، کلمه تنبیه است، با خبر، آگاه باشید. انهم هم السفهاء، تاکید بر تاکیده، ان هم تاکیده، هم که در وسط به عنوان فصل آمده هم تاکیده. السفهاء الف لام آمده بر خبر، اینم تاکیده. با خبر باشید، آگاه باشید، بدون شک اینها خودشون نادانند، خودشون از عقل خالی هستند. اما ولكن لا یعلمون، بازم همون جهل مرکب. اما نادانیشون را نمیدونند، حماقتشون را نمیدانند. و چنین انسانی هیچ وقتی هدایت نمیشه که یک کار اشتباه میکند و نمیدونه که اشتباهه، فکر میکنه خوبه. کسی که اشتباهی مرتکب بشه و اشتباه را اشتباه بداند، این امیدی هست برای هدایتش. اما کسی که اشتباه را اشتباه نمیداند و اشتباه را درست میداند، چطور از کار درست توبه میکند؟ بس
الله تعالی در لا یشعرون و در لا یعلمون در هر دو جهل مرکب اونها را بیان فرمودند که از حماقت خودشون خبر ندارند، از فساد خودشون خبر ندارند. اما و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، هرگاه که مواجه می شدند، ملاقات می کردند با مؤمنین، می گفتند ما ایمان آوردیم. این خباثت سومیشون، دو تا را خواندیم، این سومی عتاب سوم هم هست. ببینید در معلوم میشه بعضی از اهل تفسیر هم همین نوشتند که اونچه که در آیه گذشته هست اونجا چه کسانی به اونها میگفت ایمان بیاورید؟ همین مؤمنین معمولی، سطح بالاخره پایینتر، صحابه که در سطح بالایی نیستند، منظور کبار نه، صحابه معمولی به اونها میگفت، اونها را با اون سختی جواب میدادند. اما وقتی که کبار صحابه را میدیدند، مثلا با ابوبکر صدیق روبرو میشدند، با عمر فاروق روبرو میشدند، اونجا میگفتن ما ایمان داریم. اونجا جرأت نمیکردن بگند که ما مثل نادانها ایمان بیاریم. لذا اونجا میگفتند که ما ایمان آوردیم، ایمان ما مثل ایمان شماست. این سومی در مواجهه با کبار صحابه است. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، هرگاه وقتی که ملاقات میکردند مؤمنین را میگفتند ما ایمان آوردیم، ما از ته دل دین را دوست داریم، قبول داریم، باور داریم. اما و اذا خلوا الى شیاطینهم، هرگاه خلوت میکردند ذاهبین الی شیاطینهم، یعنی میرفتند وقتی که پیش شیاطین. شیاطین عرض کنم که جمع شیطان هست و شیطان از شیطنت هست. شیطنت هر اون کسی که فساد بکند. در قرآن مجید این کلمه شیاطین برای اهل فساد و اهل فتنه اطلاق میشه، چه انسان ها باشند چه جنات، گرچه غالب شیاطین جنات هستند، چون فتنه انگیزی و فساد در فطرت و سرشت اونهاست. اما خیلی از انسان ها هستند که این شیطنت را هم دارند. پس منظور از شیاطین اون جنات نیستند اینجا، بلکه سرکرده های اونها از انسان ها، علماء یهود، اونهایی که همیشه دنبال ضرر رساندن به مسلمان ها بودند، پیش اونها می رفتن می گفتن انا معکم، ما با شماییم، ما اونجا بظاهر در اون صف هستیم، بظاهر در اون گروه هستیم، ولی قلباً با شما هستیم، قلباً با شما هستیم و دیدگاه ما دیدگاه شماست. اما یه سری منافع اونجا احساس می کردند، منافعی برای ما هست، اون منافع مد نظر هست، همین که بالاخره ما امنیت داشته باشیم، به ما مسلمانان تعرض نکنند، گاهی غنایمی هست به ما هم چیزی برسه، از این جهت این منافع را ما در نظر میگیریم و با اونها هستیم، و الا ما قلبا با شما هستیم. خب این سوال پیش می آمد که شما پس چرا در اون جماعتید، در اون صفید؟ می گفتن انما نحن مستهزئون، جزی نیست که ما استهزاء کننده هستیم، مسخره کننده هستیم، ما اونها را مسخره می کنیم. الله عزوجل پاسخ دادند الله یستهزئ بهم، الله عزوجل اونها را مسخره می کند. خداوند چگونه مسخره می کند؟ آیا نسبت استهزاء به خدا جایز است؟ درسته؟ حالا این کلام الله است. بعضی میگویند که معمولا در زبان عربی اینطور هست که دو تا کلمه وقتی که کنار هم قرار بگیرند و به اصطلاح همسایه باشند، کلمه دوم به خاطر جوار، به خاطر همسایگی
در کلمه دوم همون تعبیر اول میاد ولو اینکه از نظر معنا او نباشد. مثلا شما خواندید آیه شریفه و جزاء سیئة سیئة مثلها، جزای بدی بدی هست. کسی که به شما بد کرد خب او بد کرده، شما اگر انتقام بگیرید شما که بد نکردید، شما کار خوبی کردید، حقتون بوده. ولی قرآن همین کار شما را هم سیئه میگوید. چرا؟ به خاطر اینکه در کنار اون سیئه واقع شده از نظر جوار، از نظر همسایگی، و الا دومی سیئه نیست، حسنه هست. اینجا هم چنین کار اونها استهزاء هست، مسخره هست، اما جواب الله، پاسخ الله که الله چیکار میکند؟ الله اونها را مجازات میکند. این مجازات، این جزای اونها دادن، این را تعبیر میفرماید به یستهزئوا، با استهزاء، چون در کنار اون مستهزئون واقع شده. بعضی اینو میفرمایند الله یستهزئ بهم، الله با اونها مسخره میکند. یعنی چه؟ یعنی ینتقم منهم و یعاقبهم، خدا از اونها انتقام میگیرد، اونها را عذاب میده، و یجازیهم علی استهزائهم، و بر استهزاء اونها را مجازات میکنه. فسمی العقوبة باسم الذنب، پس همین جزایی که خدا میده، عقوبتی که به اونها میده، این را نامگذاری کردن به نام خود همون گناه، به نام استهزاء. این یک عرض کنم که جواب دوم اینه که یا اینکه خدای عزوجل با اونها معامله استهزاء میکند. یعنی چه؟ در دنیا به این صورت که مثلا خداوند افشا نمی کند که اینها منافقند، اونا تو دلشون فکر میکنه هیچ که نمیدونه، خدا که میدونه. خدا اجازه میده که احکام اسلام بر اینها جاری بشه، تو نماز هستند، تو جهاد هستند و مردن، بر اونها جنازه خوانده بشه، غنیمت آمد به اونها مال داده بشه، و کم 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 الله عزوجل، اونا فکر میکنند خدا نمیدونه، خدا همه چیز را میدونه، کم کم به سمت چی میرن؟ به سمت اوج گمراهی میره، آخر مؤاخذهشون میکنه، یا در این دنیا مؤاخذهشون میکنه یا در اون دنیا. لذا اونا فکر میکنه خدا نمیدونه، خدا میدونه. این هم معامله مثل معامله اونهاست، این رفتار هم مثل رفتار اونهاست. لذا همان رفتاری که اونها میکنه، الله همون رفتار را با اونها میکند. الله یستهزئ بهم، یعنی با اونها معامله استهزاء میفرماید. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، و آنها را میکشد الله تعالی در سرکشیشون که یعمهون، سرگردان میشن، نمیدونن چرا با ما اینطور معامله میشه. الله عزوجل ثمره نفاق را و ثمره و نتیجه این صفات بد را الله بیان میفرماید. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، این انسان ها، این گروه کسانی هستند که اشتروا الضلالة بالهدى، اینها خریداری کردند گمراهی را در مقابل هدایت. خدا به اینها هدایت داده بود، اما اینها هدایت را انتخاب نکردند، گمراهی را. یکی اینکه اینجا اشترا به معنی اختیار هست، یعنی جلوی چشم اونها، جلوی روی اونها دو چیز بود، یکی گمراهی، یکی هدایت. از این دوتا کدوم را اختیار کردند؟ گمراهی را اختیار کردند و هدایت را اختیار نکردند. یه معنی این هست. معنی دوم اینه که نه، اشترا به معنی خریداری کردن هست. منظور اینه که خداوند تعالی به اونها هدایت داده بود، هدایت فطری. هر انسانی فطرتا هدایت داره. خدای تعالی در هر فطرت هر انسانی دین گذاشته، رجوع به خدا گذاشته، اما اینها چیکار کردند؟ اون هدایت فطری را فروختند، در عوض چی خریدند؟ گمراهی خریدند.
لذا این تجارتی بود که انجام دادند، معامله بود که انجام دادند. الله می فرماید در این معامله سود نکردند، چون که اینها درست تشخیص نمیدادند، مهتدی نبودند، هدایت یافته نبودند. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینها کسانی هستند که خریداری کردند یا اختیار کردند گمراهی را در مقابل هدایت. فما ربحت تجارتهم، این تجارت اونها سود نکرد، یعنی اونها در این تجارت و در این معامله سود نکردند. و ما کانوا مهتدین، و اینها مهتدین نبودند، هدایت یافتگان نبودند. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اینجا خداوند دو تا مثال بیان می فرماید. اکثر مفسرین، جمهور مفسرین معتقدند هر دو مثال مال منافقین هستند، اما مثال اول مال اون منافقینی که تردد داشتند. منافقین هم دو نوع بودند، دو قسم بودند. یک گروهی اونها تردد داشتند، تذبذب داشتند، نمیدونستند چی کار بکنند. گاهی منافع را میدیدند، پیروزی ها را میدیدند، موفقیت ها را میدیدند که مال مسلمانان، نصیب مسلمانان میشه، میرفتند به طرف مسلمانان و جلو میرفتند. اما وقتی که سختی می آمد، مشکلات می آمد، مثلا دستور رفتن به جهاد می آمد، دوباره عقب نشینی می کردند. پس اینها تردد داشتند. یک گروه دیگری که تردد نداشتند، اونها کاملا با اسلام دشمنی داشتند، اما به ظاهر خودشون را حفظ می کردند، ته دل کلی عقده داشتند. مثال اول مال گروه اوله، مثال دوم مال گروه دومه. اما شیخ رحمه الله می فرماید که ما اینجا دو گروه خواندیم، یک گروه کفار، یک گروه منافقین. مثال اول مال کفار هست و مثال دوم مال منافقین هست. این هر دو مثال مال منافقین نیست، این نظر شیخ ماست. حالا بر اساس ابتدا بر اساس تفسیر جمهور تفسیر میکنم و عرض میکنم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثال این منافقین مثل اون کسی هست که روشن میکند آتشی را. روشن کردن آتش کنایه از ایمان آوردنشون هست بظاهر، اما وقتی که بظاهر ایمان می آورند، همین که بظاهر ایمان می آورند هم برایشون منافعی داره. منافعش چیه؟ اینه که هیچ کسی به اونها تعرض نمی کنه، در کنار مسلمانان ایمن هستند، جانشون، مالشون، عرض و آبرویشون. اگر غنایمی هست به اونها میرسه، اگر خیری هست به اونها میرسه، این منافع هست. اما یه وقتی میشه که مشکلاتی میاد و دستوراتی میاد، اینا عقب نشینی میکنن، نفاقشون ظاهر میشه. پس مثال اینها مثل کسی است که آتشی روشن کرده، یعنی چه؟ یعنی به ظاهر ایمان آورده. فلما اضاءت ما حوله، وقتی که روشن میشه اطرافش، ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، خداوند نورشان را از اونها میگیرد، میبرد نورشان را، یعنی نفاقشون را ظاهر میکند، اون فواید از بین میرن. دیگه در جهاد خیلی وقت همی شد نه شما در جهاد حق ندارید شرکت کنید، مثل خیبر مثلا. و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، میگذارد آنها را در تاریکی هایی که نمیبینند. بر اساس این تقریر و این توضیح عرض کردم
این مثال منافقین بود. اما شیخ میفرماید نه، این مثال کفار است. توضیح مثال این طور است: مثلهم، مثال این کفار مشرکین مکه، کمثل الذی استوقد نارا، مثل اون انسانی است که آتشی روشن کرده. منظور رسول الله صلی الله علیه وسلم. روشن کردن این نور یعنی چراغ اسلام، دعوت توحید، دعوت به سوی خدا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این چراغ را روشن کردند، این آتش را افروختند. اما فلما اضاءت ما حوله، وقتی که اطراف روشن شد. اطراف روشن شد یعنی چه؟ یعنی مردمان اطراف ایمان آوردن، مردم مدینه ایمان آوردن. اینهایی که کنار چراغ بودن اینها ایمان نیاوردن، اینهایی که کنار آتش بودن اینها ایمان نیاوردن. ذهب الله بنورهم، خدا این نور را از اونها گرفت. یعنی رسول الله هجرت کرد و رفت به طرف مکه، رفت به طرف مدینه رفت. و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و اینها را گذاشت خداوند در تاریکی هایی که هیچی ندیدن. وقتی که رسول الله رفت، نور رفت، نزول قرآن رفت، اینها در تاریکی مطلق ماندن، هیچی نمی دیدن، هیچی مشاهده نمی کردن. لذا به این معنی هست صم بکم عمی فهم لا یرجعون. ما میگیم که تفسیر شیخ ترجیح دارد به دلیل اینکه صم بکم، این مهر جباریت در قرآن مجید بیشتر برای چه کسانی استفاده میشه؟ برای کفار، مشرکین. شما دیروز هم خواندید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، با همین صم بکم بیشتر هم خوانی دارد. اونجا صفاتی کی بود؟ کفار بود. لذا وقتی که خداوند نور را از اینها گرفت، صم بکم، اینها کر ماندند، بکم لال ماندند، عمیون کور ماندند. یعنی نه با گوش، نه با چشم، نه با زبان اینها هیچ استفاده نکردند، نه با زبان اقرار کردند، نه با گوش حق را شنیدند، نه با چشم حق را دیدند. فهم لا یرجعون، پس اینها بر نمیگردند از کفر به سوی ایمان. اینها هیچ وقت ایمان نمی آورند، از کفر به سوی ایمان بر نمی گردند. خب این مثال اول بود. حالا مثال دوم: او کصیب من السماء، یا مثال اینها مثل ابری هست از آسمان. ابری هست از آسمان یعنی از بالا. فیه ظلمات و رعد و برق، در اون ظلمات هست، تاریکی ها هست، رعد و برق هست. خب حالا تشبیه در چیه؟ کصیب من السماء، ابر از آسمان مثال قرآن و ایمان است. قرآن از بالا میاد، نه، ایمان از طرف خدای عزوجل است. اما در قرآن چی هست؟ فیه ظلمات، دستورات قرآن تو اون سختی ها هست، تاریکی برای اونها تاریکی. منظور شدائد ایمان مراد هستند. شدائد ایمان مثلا چیه؟ مثلا رفتن به جهاد. حالا این رفتن برای جهاد برای اونها کوهی هست، خیلی سخته، مرگ را با چشمانشون می دیدند. و رعد و برق، و رعد و برق هست. رعد و برق عرض کنم که تخاویف، چیزهایی که خداوند عزوجل در قرآن از اونها می ترساند، بیم می دهد. اما برق مراد بعضی از فواید دنیوی ایمان، مثل غنیمت، مثل امنیت. خب در آیات قرآن مجید هم برای اونها نوید هست، منافع هست، هم برای اونها تهدید هست. همین احکام سخت، احکام شاق، مثل جهاد، مثل پول دادن و خرج کردن مال در راه خدا، اینا بالاخره شدائد هستند.
پس وقتی که قرآن نازل میشه چیکار میکنند؟ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، قرار میدهند انگشتان خودشون را در گوشهایشان، من الصواعق من اجل الصواعق، به خاطر این صاعقه هایی که نازل میشه از بالا میاد. منظور از صاعقه ها چیه؟ تکالیف شرعی هست، وعدها و وعیدها هست که الله تعالی وعید بیان میفرماید، تکلیف شرعی بیان اینا مثل صاعقه هستند. حذر الموت، چرا دست را در انگشت را در گوش قرار میده؟ از ترس مرگ. یعنی چه؟ ایمان را برای خودشون مرگی میدانند، یه وقتی ایمان نیاورند، از ترس ایمان آوردن انگشت در گوش قرار میدهند. والله محیط بالکافرین، الله عزوجل چنین کافرین را مورد احاطه قرار داده، یعنی اینها در احاطه پروردگار هستند. خب گفتیم رعد و برق هست، اما از برق استقبال میکنه. یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدیک از اون برقی که از آسمان میزند چشمهاشون را برو باید. اما در همون برق هم برای اونها منافع است، چون که ما گفتیم اینها در یک شب تاریکی زیر ابر قرار دارند، خب مسیر را نمی بینند. کلما اضاء لهم مشوا فیه، هرگاه روشن میشه برای اونها، مشوا فیه، میروند در آن. یعنی وقتی برق میزنه مقداری مسیر روشن میشه میروند. منظور چیه؟ یعنی هرگاه به منافقین یه منافع میرسه میان به طرف اسلام. اینه کلما اصاب المنافقین من عز الاسلام اطمئنوا بها، وقتی که عزتی، فتحی، موفقیتی مطمئن میشند و میاند. اما اذا اصاب الاسلام النکبه، وقتی که برای اسلام و اهل اسلام مصیبتی بیاد، قاموا، میستند، لیرجعوا الی الکفر. لذا این برق وقتی که روشن میکنه میاند. و اذا اظلم علیهم قاموا، وقتی تاریک میشه یعنی مشکلی میاد، شکستی میاد، تهدیدی مثل احزاب تهدید میکنه، قاموا، سر جایشون میستن، توقف میکنن، یعنی به طرف اسلام نمی آین، به طرف مشکلات نمی آین. اینطور هستن اینها. الله تعالی میفرمه بازم خدا به اینها مهلت میده. و الا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگر خدا میخواست اصلا چشم و گوش اونها را از بین میبرد که هیچ دوباره هیچ نوع منافعی، هیچ نوع استفاده برای اونها وجود داشته نباشه. ولی خدای عزوجل بازم مهلت میده، چون خداوند تعالی در دنیا مؤاخذهشون نمیکنه، هنوز میدان برایشون میگذاره. ان الله علی کل شیء قدیر، این علت است الله عزوجل بر هر چیز قادر است، هر چیزی که الله بخواهد انجام میده. پس عنایت فرمودید که اینجا در پایان اون بحث ذکر منافقین آمد، صفات منافقین ذکر شد و بعد از صفات منافقین مثالهایی هم برای منافقین بیان شد. بعد از اینکه این صفات واضح شد، روشن شد، حالا الله عزوجل دعوت میده همه را. یا ایها الناس، ناس شامل همه گروه ها میشه، چه کفار، چه منافقین، چه غیر اینها. الله می فرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای انسان ها، اعبدوا ربکم، فقط ربتون را عبادت کنید. فقط ما چرا میاریم؟ چون که قبلا مردم عبادت میکردند، اما فقط عبادت نمیکردند، هم عبادت میکردند. یعنی هم خدا را عبادت میکردند، هم آلهه را عبادت میکردند. الله میفرماید هم عبادت نه، فقط عبادت، فقط عبادت کنید. وحدونی فی العباده، اهل تفاسیر نوشتند، از ابن عباس هم منقوله، در عبادت
فقط مرا عبادت کنید. ای افرد الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه. عبادت و طاعت را فقط برای الله انجام بدید، برای بقیه خلق انجام ندهید. خب الان که میگه فقط، آخر آیه معلوم میشه که منظور فقط هست. در آخر آیه الله میفرماید که فلا تجعلوا لله اندادا، برای خدا شریک قرار ندهید، یعنی فقط خدا را عبادت کنید. این مدعا هست. مدعای این سوره توحید فی العبادت هست که چند جا ذکر شده. ابتدا خدمت شما عرض کردم همون موضوعی که در ایاک نعبد بود، اون موضوع چندین جا ذکر شده. اینجا ذکر شده اعبدوا ربکم، در ادامه هست و الهکم اله واحد. در سوره در عرض کنم که آیه کرسی هست الله لا اله الا هو الحی القیوم. همه اینها چی هست؟ دعوت به توحید فی العبادت هست. و بعد از این دلائل که ما دلائل را در مسئله اله در مقدمه خدمت شما عرض کردیم، چند نوع دلائل الله ذکر می فرماید. هم دلائل عقلی آفاقی ذکر می فرماید، هم عقلی انفسی ذکر می فرماید. الله می فرماید اعبدوا ربکم، فقط و فقط ربتان را عبادت کنید. الذی خلقکم، یکی از مقتضاهای عبادت ربکم هست. این ربکم خودش دلیل عبادت است، چون اون تربیت کننده شماست، اون پرورش دهنده شماست. او شما را از صفر به 100 میرساند، از ابتدا تا انتها تدریجا کم کم پرورش میدهد، به کمال میرساند. لذا ربکم میطلبد فقط او را عبادت کنید. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، این دلیل عقلیش هست. همان ربی که شما را آفرید، والذین من قبلکم، و اونهایی را که قبل از شما بودند. اما مفسرین میگن والذین من قبلکم مراد آبا و اجداد شما هستند، پدران شما را آفرید. اما شیخ رحمه الله میفرماید والذین من قبلکم، اون انسانهایی که قبل از شما بودند و الان شما به عنوان معبود اونها را عبادت میکنید. انسانها، جنات مثل لات، عزا، اونها را هم خدا آفرید. منظور اینه که عابدین و معبودین را خدا آفرید. عابدین و معبودین را الله عزوجل آفرید. چون در جای دیگه الله تعالی می فرماید که خداوند شما را آفرید و آن هایی که شما اونها را عبادت می کنید اونها را هم الله تعالی آفرید. لذا الله می فرماید الذی خلقکم، آن ذاتی که شما را آفرید، والذین من قبلکم، و آنهایی را که قبل از شما بودند هم آفرید، لعلکم تتقون، تا اینکه شما بپرهیزید یا دور شوید. ببین تقوا به معنی دوری و اجتناب است. اینجا علما میگویند تتقون از عذاب هست، بعضی میگویند تتقون از جهنم هست. به این معنی که اگر خدا را فقط عبادت کنید از عذاب دور میشید، از جهنم دور میشید. لعلکم تتقون، تا اینکه شما دور بشید، اجتناب کنید، فاصله بگیرید از چی؟ از عذاب خدا و از جهنم. خب اینا دو تا دلیل شد. الذی خلقکم این دلیل انفسی بود، والذین من قبلکم دلیل عقلی دوم غیر انفسی. سوم الذی جعل لكم الارض فراشا، آن ذاتی هست که قرار داد برای شما زمین را فراشی. زمین را الله تعالی پهن کرد و فرش کرد. و الا مثل خیلی از سیاره های دیگر که گاهی میروند فضانوردان از اونجا عکس میفرستند، انسان وقتی نگاه میکند بسیاری از سیاره ها هستند که مثل زمین مسطح نیستند، مثل کوههای مریخی. اصلا اینا چی هستند؟ تمام
ناهموار هستند. اگر اینطور جایی بود ما نمیتونستیم زندگی بکنیم. لذا الله میفرماید الذی جعل لكم الارض فراشا، آن ذاتی هست که قرار داد برای شما زمین را فرشی قرار داد، و السماء بناء، دلیل چهارم، و آسمان را برای شما بنایی قرار داد. بنا به معنی سقف است. حالا آسمان را سقفی قرار داد. قبلا هم خدمت شما عرض کردم بنابر گفته بعضی از مفسرین معاصر، همونطور که سقف انسان را حفاظت می کند، آسمان اهل زمین را محافظت می کند از بسیاری از خطرات و تهدیدهایی که این خطرات و تهدیدها یا از خورشید یا از ستاره های دیگر عرض کنم که خارج می شوند و زمین و اهل زمین را تهدید می کنند. آسمان اونها را چی می کند؟ ذوب می کند، تحلیل می کند، از بین می برد و نمی گذارد که اون آسیب ها به زمین برسند. به این دلیل آسمان سقفی هست. و انزل من السماء ماء، مراد از سما اینجاست ابر هست. ابرها به اونها هم سما گفته میشه. الله تعالی از ابرها برای شما آب نازل فرمود. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، بیرون کرد به وسیله این آب از برای شما از عرض کنم که انواع ثمرات و میوه ها که رزق هستن برای شما. پس ببینید رب اینگونه شما را تربیت میکنه، هم شما را هم آبا و اجداد یا این معبودان شما را او خلق کرد. بعداً برای اینکه شما در زمین بتوانید راحت زندگی بکنید، هم زمین را برای شما مسکن خوبی قرار داد و هم در زمین برای شما رزق و روزی فراهم کرد به وسیله نزول باران از آسمان و انواع مأکولات میوه ها که شما مصرف می کنید. لذا می طلبد در مقابل چنین رب محسنی شریک نگیرید. فلا تجعلوا لله اندادا، این که گفتیم اعبدو به معنی وحدو هست، فقط خدا را عبادت کنید. ببینید در پایان همین گفته که فلا تجعلوا لله اندادا، پس قرار ندهید برای خدا شریکانی، در حالی که و انتم تعلمون، شما هم میدونید. شما چی را میدونید؟ اینو میدونید که این شریکان هیچ خلقی ندارند، نه خالقند نه رازقند. و انتم تعلمون، تفسیر نصفی نوشته مدارک، و انتم تعلمون انها لا تخلق شیئا ولا ترزق والله الخالق الرازق. شما میدونید که این خدایان نه خلق میکنن چیزی را و نه به کسی رزق میدهند. خالق فقط الله است، رازق فقط الله است. وقتی که خالق فقط الله است، در آیات دیگه هم هست که ولئن سألتم من خلقهم قل من یرزقکم من السماء والارض قل الله، جوابش الله است. پس خالق وقتی که فقط الله است، رازق فقط الله است، عبادت هم اختصاص به خدا بدهید، معبود هم فقط الله باشد. چرا غیر خدا را عبادت می کنید؟ لذا فلا تجعلوا لله اندادا، برای خدا شریک قرار ندهید در عبادت هم، در عبادت ها هم با خدا شریک قرار ندهید، در حالی که وانتم تعلمون، شما میدونید که در خالقیت شریک ندارد، در رازقیت شریک ندارد، پس در عبادت هم قرار ندهید. خب تا اینجا این مدعا بود، مدعای سوره یعنی توحید فی العبادت، فقط یک معبود را عبادت کردن. حالا اینجا الله عزوجل بعد از توحید رسالت رسول الله را بیان می فرماید. ببینید رسالت پیامبر با اعجاز قرآن ثابت میشه. یعنی اگر ثابت شد که قرآن کتاب خداست، معجز هست، همه را عاجز کرده و ناتوان، هیچ کس نتوانست در مقابل این حتی یک سوره ارائه بدهد، پس معلوم میشه کسی که این را آورده از طرف خدا آورده. خود به خود نبوت و رسالت رسول الله چی میشه؟ اثبات میشه. لذا بعد از این الله عزوجل
دلائل نبوت را بیان می فرماید. و بعد ما عرض کنم که یه شبهه دیگر که اون شبهه را هم بعدا عرض می کنم. الله می فرماید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شما در شک هستید از آنچه که ما نازل کردیم بر بنده مان، اگر شما در شک هستید، فأتو بسورت من مثله، بیاورید یک سوره مثل این قرآن بیاورید، ودعوا شهداءکم، و صدا بزنید معبودان خودتان را، من دون الله، بغیر از الله صدا بزنید، یعنی از اونها هم کمک بگیرید، از اونها هم کمک بگیرید. ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید. در چی؟ اگر شما راست میگید که محمد از طرف خودش این کتاب را آورده، ان محمدا قد اختلقه من عند نفسه، این که محمد ایجادش کرده، درستش کرده از پیش خودش. خب محمد یک بشر است، یک انسان است. شما هم انسان ها، شما همه انسان ها دست به دست هم بدهید و یک سوره مثل این بیاورید. ببین این تحدی هست، تحدی یعنی به مبارزه طلبیدن. این تحدی را الله تعالی چند جا در قرآن بیان فرموده با تعبیرهای مختلف. ابتدا فرمود که فأتو بمثله، مثل این قرآن بیارید، یعنی از اول تا آخر قرآن. بعدن که عاجز شدن فرمود که فأتو بعشر سور مثله، 10 سوره مثل این بیارید. اون وقت بعد از این که عاجز شدن 10 تا نتونستن، فرمود فأتو بسورت من مثله، یک سوره مثل این بیارید. و این نکته را توجه بفرمایید، این واقعا اعجاز قرآن هست که این دعوت و این به مبارزه طلبیدن اونها حدود 1500 سال قبل، 15 قرن پیش بوده. و بعد از اون تمام انسانهایی که آمدند و مخالف قرآن بودند، در مقابل قرآن قرار گرفتند، یهودی ها بودند، مسیحی ها بودند، مشرکین بودند، اقوام دیگه بودند، همه اینها به این مبارزه گویا دعوت شده. هیچ کسی تا به امروز نتوانست. پس این دلیلی که این قرآن از جانب رسول الله نیست، از جانب الله است، بر پیغمبر خدا نازل شده. اما سوال اینجاست که الله تعالی که می فرماید شما سوره مثل این بیاورید، در چه چیزی مثل این باشد؟ عموما ما می خوانیم در فصاحت و بلاغت، در فصاحت و بلاغت، یعنی اعجاز قرآن چی هست؟ فصاحت و بلاغت است. ولی مفسرین میگن تنها فصاحت و بلاغت نیست. منظور این نیست که یک کلامی از نظر فصاحت و بلاغت بیارید مثل قرآن باشه، نه. این تحدی تنها برای عرب ها نیست، برای غیر عرب ها هم هست. عجم، دنیای امروز، اروپا، آمریکا، شرقی ها، روسی ها و چینی ها، اینا خب عربی اصلا بلد نیستن که ما بگیم کلامی مثل قرآن در فصاحت و بلاغت بیارید، بلکه از جهات مختلف مثل قرآن باشد، تنها در فصاحت و بلاغت نیست. در چه چیزی؟ در اولا اسلوب کلام مثل قرآن باشد، همون فصاحت و بلاغت هست. اثرانگیزی عمیق که تا این کتاب چه اندازه اثر میگذارد، انسان ها چه اندازه متاثر میشند. ببینید ما الان در قرآن و سنت میخوانیم، دوستان هم متاثر شدند، ایمان آوردن، مثل عمر فاروق و 10 صحابی دیگر که فقط کلام خدا را شنیدند و جذب شدند. مردم گفتند این جادو است، این همه جادو زده شدند. دشمنان مثل ولید ابن مغیره که دیروز شما داستانش را خواندید، او هم متاثر می شد،
اون میگفت که ان له لحلاوه و ان علیه لطلاوه. این عجیب شیرینه، عجیب انسان را جذب خودش میکنه. این بسان یک درختی میمانه که ریشهش تو آب و شاخ و برگهاش تو آسمان هستند. لذا این مثل جادو اثر میکنه. پس واقعا اثرش از اثرگذاری قرآن و اثر انگیزی قرآن، هم مؤمنین به قرآن اقرار داشتن به این، هم منکرین به قرآن اقرار داشتن. کسانی مثل ولید، مثل ابو جهل، مثل عتبه و شیبه، اینها تمام به جوانها میگفتن نروید، گوش نکنید. چرا؟ چون که خودشون میدونستند گوش بکنند قرآن اثر داره. و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. پس تنها از نظر فصاحت و بلاغت نیست، فصاحت و بلاغت، اثرانگیزی، عمق معانی و مفاهیم، معانی و مفاهیمش چنان عمیق هستند که از 1500 سال است تا به امروز هر چی اهل تفسیر میاد هی استنباط میکند، هنوز این عمق این دریا نمیرسد. هنوز مطالب جدیدی مطابق شرایط امروز ما میبینیم که مسائل چی میشه؟ برداشت میشه. اصلا گاهی قرآن را وقتی که مطالعه میکنیم و مسائل روز را در نظر میگیریم، احساس میکنیم قرآن برای شرایط امروز ما نازل شده. هر زمانی همینطور مسلمانان همین احساس را داشتن که این قرآن برای شرایط ما نازل شده. و همچنین گیرایی آن یک گیرایی عجیبی دارد و دیگه تطبیق قرآن با قانون فطرت و نظام حیات. خیلی چیزها هست، همه چیز را ما بلد نیستیم، ما نمیدونیم، ما هنوز به کنه اونها پی نبردیم، ولی اون چیزی که قانون فطرت انسان هست قرآن با او هماهنگه. قرآن برخلاف فطرت انسان ها سخن نمیگوید. هر چیزی که بالاخره نیاز ما باشه بر اساس این، و همچنین صحت واقعات ماضی و گذشته، هر چی که واقعات گذشته را میگه همه درسته. هیچ کسی تعالی نگفته که این جریان، این داستان غلطه، بلکه از تورات و انجیل و کتاب‌های گذشته دقیق تر، زیباتر واقعات را بیان می‌فرماید. و درست بودن پیشگویی ها تک به تک پیشگویی هایی که قرآن مجید میکنه آینده چنین میشه چنان میشه، همه اون پیشگویی ها درست از آب در آمد و در میاد. و همچنین انقلاب انگیزی قرآن، هر کسی این کتاب را میخواند یک حرکتی، یک انقلابی، یک دگرگونی درونی در او ایجاد میشه. نمونش صحابه هستند، از کجا به کجا رسیدند، چه بودند چه شدند. قبلا به خاطر مال و منال سر هم دیگه می شکستند، آخر مال و منال اصلا برایش ارزشی نداشت برایشون، که وقتی که نام خدا و راه خدا بود هر چی که داشتن تقدیم میکردن تو خونهشون، حتی عرض کنم که کوچکترین چیزی نمیگذاشتن. 100 شتر بابار، 300 شتر، 700 شتر، بهترین باغ، بهترین چاه، بهترین مال، فرزند، همه چیز را تقدیم می کردند. این انقلاب انگیزی بود. لذا قرآن مجید تنها از نظر فصاحت و بلاغت اعجاز ندارد. در همه اینها قرآن مجید میگه فأتوا بسورة، کلامی بیارید مثل این اثرانگیز باشه، کلامی بیارید مثل این تمام اون چیزی که میگه درست از آب درآید، کلامی بیارید که دلائل و براهینش در معقولیت و مطابق عقل مثل این باشد، کلامی بیارید که مثل این مضامینش پر محتوا باشد، پر معنا باشد. عرض کردم گاهی روی یک آیه صدها مسئله از یک آیه استنباط میشه،
صدها مسئله از یک آیه برداشت میشه. کدوم کلام است که مثل این کلام باشد؟ لذا الله همین میفرماید که فأتوا بسورة من مثله، یک سوره مثل این بیارید. پس من مثله بنویسید، در اسلوب کلام، در اثرانگیزی، در عمق معانی و مفاهیم، در گیرایی، در تطبیق با قانون نظام و فطرت، در صحت واقعات ماضیه و گذشته، در درست بودن تک به تک پیشگویی هایی که نسبت به آینده هست، در انقلاب انگیزی و تحول و دگرگونی درونی. این انقلابی که قرآن ایجاد کرد در دنیا هیچ چیزی ایجاد نکرد. لذا مثل این کلامی بیارید، نه اینکه کسی یک جمله درست میکنه اون جملهش هم چنان جمله‌ای هست که همه دوروبری ها میخندن. نکن، این را عرضه نکن، این به قرآن نمیرسه، هیچ نوع مشابهتی با قرآن نداره. لذا الله میفرماید ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. همه خدایانتون را بغیر از خدا، ودعوا شهداءکم استعینوا بآلهتکم یمدونکم و ینصرونکم، از همه آلهه خودتون استفاده بکنید، کمک بخواهید، اونا بیان بیاری شما، بیایید همه خدایانتون و شما عابدان مثل قرآن درست کنید ان کنتم صادقین، اگر میتوانید. خب عاجز شدند. الله میفرماید فإن لم تفعلوا، اگر انجام نمیدهید و نمیتوانید، ولن تفعلوا، هرگز شما انجام نمیدهید. اینم یک پیشگویی هست. یکی از پیشگویی های قرآن که صادق هست همین ولن تفعلوا هست. حالا چند قرن گذشته؟ 15 قرن از اون زمان گذشته، 1500 سال گذشته، تا به امروز کسی نتوانست مثل قرآن عرضه بکند. هیچ کتابی نیست. ولن تفعلوا. پس وقتی که نمیتوانید بیایید تجدید نظر کنید در افکارتان، بترسید از عذاب خدا، بترسید از مؤاخذه الهی. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از اون آتشی که اخگرهای اون آتش، زغالهای اون آتش انسانها هستند و سنگها هستند. خب انسان، چون انسان تو جهنم میسوزه، الله نجات بده انسان کافر، مشرک، منکر خدا، اما سنگ چه گناهی کرده که سنگها تو آتش هستند؟ بعضی میگن مراد از این سنگها، سنگهایی هستند که آتشزا هستند، سنگهایی مثل سنگهای آتش فشانها، سنگ گوگرد، سنگ کبریت که هی آتش را اضافه میکنن، منظور اینها هستند. بعضی میگن منظور از این سنگها اون سنگهایی که بتهای خودشون را با اون سنگها درست میکردن، منظور همون بتهای سنگی هستند که اونها را خدای عزوجل تذلیل میکند. ببینید اینا خود شما، اینم خدایان شما، به این معنی هست. الله اعلم. اعدت للکافرین. این آتش، ببین فلسفه خلقت جهنم قبلا خدمت شما عرض کردیم که برای اهل ایمان و اهل اسلام نیست، اعدت للکافرین، اصل برای کافرین درست شده، برای مسلمان درست نشده. اما گاهی مسلمان وقتی که مسیر خودش را عوض می کند، بر مسیر کفار قرار می گیرد، اعمال کفار را انجام میده، تمام اون چیزی که کفار انجام میدن مسلمان انجام میده. مثلا کافر مطلقاً نماز نمیخونه، خدا را سجده نمیکنه. کافر هر فسادی که باشه نه حلال میدونه نه حرام میدونه، هر چی که باشه انجام میده. فساد اخلاقی هست، فساد غیر اخلاقی هست. و در معاملات مسلمان وقتی که اینطور بی لگام باشد، بی بندوبار باشد، خب اون وقت اونم استحقاق دارد. و الا اصل جهنم برای مسلمان درست نشده. اعدت للکافرین. خب این وعید بود، این تخویف بود. بعد از تخویف خداوند عزوجل یه بشارتی بیان می‌فرماید. اونهایی که ایمان دارند و عمل صالح دارند اونها را مژده بده. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات.
امام رازی میفرماید در تفسیر کبیر که سنت الهی و عادت الهی در قرآن کریم این است که هرگاه آیه‌ای که در آن آیه وعید هست، تهدید هست بیان میشه، بعد از اون آیه‌ای که در اون آیه بشارت و مجده هست هم بیان میفرماید. و من عادت الله انه اذا ذکر آیه فی الوعید ان یتبعها بآیه فی الوعد. پشت سر این آیه‌ای که وعده باشد و مجده باشد میاره، این از همون قبیل است. الله عزوجل میفرماید که و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ببینید یه بحثی اینجا روی آمنو و عملوا الصالحات انجام میدم، بعدا در این آیه 10 بار تکرار میشه، این بحث همیشه ذهن نشین باشد. اون اینه که اصطلاح آمنو و عملوا الصالحات که در قرآن هم زیاد آمده، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات بار بار می آید. منظور از آمنو و عملوا الصالحات چیه؟ ایمان خب مشخصه، یعنی توحید، یعنی یکتاپرستی، یعنی خدا را به یگانگی قبول داشتن. اما عمل صالح به اون عملی گفته میشه که با حکم پروردگار باشه. انسان از طرف خودش نمیتونه عمل درست کنه. هر عملی که با حکم پروردگار باشه و برای اون عمل صالح حتما روش رسول الله باشه. اگر با حکم پروردگار نباشه، ولو اینکه بظاهر عمل خوبی هست، هم گناه هست. مثلا شما میخواید روزه بگیرید، کی میخواید روزه بگیرید؟ روز عید روزه بگیرید. برای شما عبادت حساب میشه یا گناه؟ گناه است، عمل صالح نیست. این کسی بگه مگه روزه عمل صالح نیست؟ نه نیست، این روزه نیست، چون که خداوند عزوجل در روز عید اجازه نداده کسی روزه بگیره. کسی میخواد نماز بخوانه در وقت مکروه میخوانه، عین طلوع خورشید، عین زوال خورشید، عین غروب خورشید، این مطابق حکم خدا نیست. پس ولا اینکه عمل بظاهر خوبی هست، اما چون مطابق حکم خدا نیست، این عمل مقبول نیست، این عمل صالح نیست. اولی شرطش اینه که عملی باشد که طبق دستور حکم خداوند باشه. دو، گفتیم که برای انجام آن باید روش رسول الله اختیار بشه و هدف هم از عمل خوشنودی الله باشد، ریا نباشد، نشان دادن نباشد. اگر قرار باشه به مردم نشان بده که من 10 تا گوسفند برای فلان مناسبت میکشم، این هم عمل صالح نیست، این عمل ریایی است. و گفتیم مطابق سنت رسول الله باشد، روش رسول الله باشد. اگر خلاف روش رسول الله باشد، او بدعت است، او عمل صالح نیست. مثلا بسیاری از مردم رسوماتی که از خود درست می کنند، رسوماتی که در روش رسول الله نیست، در سنت آن حضرت نیست، این رسومات همش بدعات هستند، خرافات هستند. مثلا نوع نماز خواندن که شما در قیام به طور مثال سوره فاتحه بخوانید، شما به جای سوره فاتحه، چون از پیغمبر همین ثابته و خودشون فرمودن که بدون فاتحه نماز نمیشه، شما به جای سوره فاتحه بیایید صلوات بر پیغمبر بخوانید، نماز درست میشه؟ این بدعت شد دیگه. شما مثلا به جای التحیات بیایید سوره حمد بخوانید. یعنی کسی که خلاف روش رسول الله عمل را انجام بده، اون هم عمل صالحی نیست، اون چیه؟ بدعته. پس هر جا که آمنو و عملوا الصالحات میاد، برای عمل صالح بودن و اثبات صالح بودن این 3 شرط است. 1، طبق دستور حکم خدا باشد اون عمل. 2، مطابق روش پیغمبر باشد اون عمل. 3، هدف رضای پروردگار و خوشنودی پروردگار باشد، هدف ریا نباشد، چیزی دیگه نباشد. لذا بدعات امروزی عمل صالح گفته نمیشه.
حالا یک کسی فوت میکنه، بعضی ها این را برای خودشون عمل صالح میدانند، در حالی که نه از قرآن ثابته نه از روش رسول الله. روز سوم به مردم غذا بده، روز هفتم به مردم غذا بده، شب جمعه غذا بده، روز چهلم غذا بده، سال غذا بده. اینا در این ایام خاص چنین چیزی اصلا ثبوتی نداره. ما وقتی که عمل انجام میدیم، عمل صالحی و اون را برای خودمون تقرب میدانیم، باید این مطابق روش پیغمبرمون باشه، چون ما دستور داریم در قرآن که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر خدا را دوست دارید از من محمد اتباع کنید، پیروی کنید. بنابراین و اگر برای ریا باشد، انشاءالله میخوانیم در همین سوره که کسانی که برای ریا انجام میدهند، الله عزوجل میفرماید عملشون چه جایگاهی دارد، آیش میاد. لذا الله میفرماید و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مژده بده به کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، این که برای اونها جناتی هست که تجری من تحتها الانهار، جاری هست از زیر درختهایش و کاخهایش، من تحت اشجارها و مساکنها، از زیر اشجار و مساکن و کاخهایش نهرها جاری هست. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هرگاه رزق داده بشوند از در آن بهشت از هر میوه‌ای به عنوان رزق، قالوا هذا الذي رزقنا، میگن این آن چیزی است که ما رزق داده شدیم من قبل، قبل از این در دنیا مراد است یا قبل از این یک ساعت پیش، یک لحظه پیش، در حالی که و اتوا به متشابها، برای او شبیه آن آورده میشه، مشابه آن آورده میشه. حالا در بعضی از روایت ها اینطور است که حسن بصری فرمود یؤتا احدهم بالصحفه، یکی مثلا بعضی از اهل بهشت هست اونجا نشستند، ازشون پذیرایی میشه، یه دیس برایشون خوراکی، برایشون میوه آورده میشه، فیأکل منها، از اون میخوره. ثم یؤتا الاخر بالاخرى، بعدا یه سینی دیگه، یه دیسی دیگه برایش میارند، فیقول هذا الذي اوتینا به من قبل، این همونه که یک لحظه پیش خوردیم. فرشته میگه فیقول الملک کل، بخور، فاللون واحد والطعم مختلف، رنگ یکیه ولی طعم مختلف، اون نیست، این چیزی دیگه هست. لذا و اتوا به متشابها، یک معنیش اینه که متشابه با آن چیزی که در همون بهشت خورده، و قول اول این که متشابه با اون چیزی که در دنیا، این همون سیبی که تو دنیا خورد، میگه نه این چیزی دیگه است، بچش ببین، وقتی که استفاده میکنه میبینه چیزی دیگه هست. علاوه از این معکولات، همسران پاکی برایشان هم در بهشت است، ولهم فیها ازواج مطهره، برای این بهشتی ها همسران پاکی هست. همسران پاک به چه معنا؟ همسران پاکی بعضی از نجاست های ظاهری هستند، بعضی از نجاست های معنوی و اخلاقی هستند. بعضی به معنای اول ذکر کردن، اما اکثر علما به هر دو معنا، یعنی پاک هستند هم از نجاست های ظاهری، من الغائط والبول والحیض والنفاس والبصاق والمخاط والمنی والولد و کل قذر، هر چیزی که انسان ها دارند در دنیا، چه مردها چه زنها. این خدمت شما عرض کنم، معمولا وقت ترجمه میکنیم ولهم ازواج مطهره، همسران پاک، یعنی میگیم برای اونها زنهای پاکی هستند، ولی این آیه مال مرد نیست که برای مرد زن پاک باشه.
کسی از نظر عربیت اگر دقت بکند معنیش اینه که همسر پاک. اگر مرد است برای اون زن پاکی است، اگر زنی هست بهشتی برای اون مرد پاکی است. به این معنی هست. این مردانی که خدا مردان دنیا یا غیر این برایشون الله مقدر میکنه، یا زنها برای مردها زنهایی که مقدر میکنه پاک هستند، هم از این نجاست هایی که در دنیا هستند دو طرف دارند از اینها پاک هستند، و یا اینکه پاک هستند از بد اخلاقی پاک هستند. پاکی به تعبیر حضرت استاد رحمه الله خلاصه می کردیم بحث را، می گفت پاکی در سیرت و صورت، یعنی ظاهرشون هم پاکه، سیرت و اخلاقشون هم پاکه. اونجا بد اخلاقی نیست، اونجا درگیری نیست، اونجا نه از طرف مرد برای زن هست، نه از طرف زن برای مرد هست. لذا وقیل مطهرة من مساوی الاخلاق، از اخلاق بد پاک هستند. و هم فیها خالدون. وصف چهارم، اینها در اون بهشت همیشه ماندگار هستند، برای ابد اونجا هستند. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة. ببین مشرکین اعتراض میکردن که شما میگید قرآن کلام خداست، از طرف خدا آمده، و ما را میگید اگر نیست شما بیاری آیه. این چطور از طرف خداوند هست که مثالهای بسیار حقیری بیان میکند برای خدایان ما؟ خداهای ما را تشبیه میده به مگس، به پشه. خب این تحقیر هست، این توهین هست. از طرف خدا اگر می بود چنان تحقیر و توهینی در اون ذکر نمی شد. الله عزوجل اینجا جواب میده که اصل جواب اینه که مگر خدایان عظمت دارند، بزرگی دارند که اونها را به فیل و به شیر و پلنگ تشبیه بدند؟ مگر قدرتی دارند که در قدرت به پلنگ تشبیه بدن، به شیر تشبیه بدن، به فیل تشبیه بدن؟ نه خیر. این مثال حقشون هست، چون جایگاه اونها همین اندازه هم نیست، به اندازه پشه هم نیستند. بس ان الله لا یستحیی، خداوند لا یستحیی معنیش هست خجالت نمی کشد، ولی خب حیا یه چیزی هست که مخصوص انسانه. به این خاطر معنای مرادی ذکر کردن یا حاصل معنا و نتیجه حیا را ذکر کردن. کسی که از چیزی خجالت بشه اون ترک میکنه، نه میگه فرام مجلس برو. شما اگر یکی از شما خجالت بکشه دیگه چیکار میکنه؟ به اون مجلس را ترک میکنه، نمیره. پس خجالت غایه اش، نتیجهش چیه؟ ترک است. اینجا به معنی ترک، یعنی خداوند ترک نمیکنه، کنار نمیگذاره. ان یضرب مثلا ما، این که بیان کند هر مثالی، بعوضة فما فوقها، پشه یا ما فوق پشه. ببین پشه خیلی ریز هست. ما فوق پشه از سه جهت، از نظر حجم اگر باشه بزرگتر از پشه مگس است که در قرآن مثالش آمده. اگر ما فوقش، بعضی علما میگن ما فوقش در حقارت، در ذلت، پس یعنی از پشه هم ریزتر، از پشه هم حقیرتر. اون چیه؟ در حدیث آمده پر پشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای حقارت و دناعت دنیا را مثال داد که به اندازه پر پشه هم پیش خدا ارزشی ندارد. پس الله می فرماید ان الله لا یستحیی، همانا الله عزوجل پروایی ندارد، ترک نمی کند. ان یضرب مثلا ما بعوضة، این که بیان بفرماید هر مثالی، مثلا ما یعنی هر مثالی، بعوضة فما فوقها، مثال پشه باشد یا ما فوق پشه باشد. فاما الذین آمنوا، اما کسانی که ایمان آوردند. مؤمنین وقتی که مثال را بدانن میدونن حق درسته. واقعا این خدایان باطل به اندازه پشه هم
قدرت ندارند. فیعلمون انه الحق من ربهم، میدانند که این کلام الله حق است از جانب ربشان هست. و اما الذین کفروا، اما کسانی که کفر کردند، فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، میگویند چه اراده فرموده خداوند با این مثال، با این مثالی که بیان کرده منظور خدا چیه؟ الله جواب میده این مثال درست خیلی ها را گمراه میکنه، چون میگن به خدایان ما توهین شده، انکار میکنه، اما خیلی ها را هدایت میکنه چون میفهمند، درک میکنه، متوجه میشند. یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، گمراه میکنه به وسیله این مثال بسیرا، زیاد افرادی را، و یهدی به کثیرا، و به وسیله این مثال هدایت میفرماید، چون تفهیم میشه، حالیش میشه یعنی چه، کثیرا بسیاری را. و ما یضل به الا الفاسقین، اما به وسیله مثال ها گمراه نمیشه مگر فاسقین گمراه میشن. فاسقین یعنی کسانی که از حدود ایمان خارج شدن، از طاعت الرحمن خارج شدن، اونها گمراه میشن. کیا هستن فاسقین؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، فاسق اونهایی هستند که عهد الهی را نقض کردند بعد از پیمان بستن. ببینید مراد از عهد چیه؟ اکثر علما می فرمایند منظور از عهد عهدی هست که در سوره اعراف آمده، ما در وادی الست با پروردگارمون بستیم. خب حالا شما بگید که هیچ کسی اون عهد یادش نیست، چطور چیزی که بیادمون نیست ما باید به اون عهد پایبند باشیم؟ درسته اون عهد بیاد هیچ کسی نیست، اما اون عهد را وقتی خداوند با بندگانش بستند، در فطرت بندگان خدا پرستی را گذاشته، در فطرت بندگان توحید و یکتا پرستی را گذاشته. حالا در فطرت هست کل مولود یولد علی الفطره، و وقتی که انسان با عقل سلیم فکر بکنه واقعا توحید در توحید انصاف است، در شرک ظلم است. پس در فطرت هست و بعض انبیا میاند و اون عهد را یادآوری میکنند. حالا که انبیا آمدند و یادآوری کردند، انسان بهش فکر نکند و جواب منفی بده، این اون عهد را شکسته. اما انسانی که فکر میکند، تدبر میکند، از تعصب کار نمیگیرد، به محض اینکه انسان از عقل کار بگیرد، به پیشنهاد پیامبر، به دعوت پیامبر فکر بکند، خود به خود متوجه میشه. لذا الله میفرماید الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، آنهایی هستند فاسقین که نقض میکنند، میشکنند عهد الهی را، من بعد میثاقه، بعد از پیمان بستن با الله، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و قطع میکنند آن چیزی را که الله امر کرده که وصل بشه. ببین خداوند به ما دستور داده به چه وصلی؟ اینکه با خدا رابطه داشته باشیم، رابطه عبد و معبود، با رسول الله رابطه داشته باشیم، رابطه رسول و امتی پیرو که از ایشون تبعیت بکنیم، با پدر و مادر رابطه پدری و فرزندی، مادری و فرزندی، برادر، خویشاوند، تمام روابط مراد است، تنها صله رحمی مراد نیست. حق خویشاوند را بدان، حق پدر و مادر را بدان، حق فقیر و ضعیف و مسکین را بدان، حق خدا را بدان، سجدهش کن، عبادتش کن، حق رسول الله را بدان، اتباعش کن، سنتهایش عمل بکن. هر چیزی که در دنیا هستند از اهل حقوق، حقوق اونها را رعایت کردن، این میشه
یصلون ما امر الله، رعایت نکردن میشه یقطعون ما امر الله. پس کسانی که نقض عهد کردند اینها هستند که و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع میکنند اون چیزی را که امر کرده خدا که وصلش بکنند. خدا دستور داده که فقط او را عبادت کنند، او چی کار میکنه؟ غیر خدا را عبادت میکنه، این قطع کرد دیگه. و یفسدون فی الارض، فساد در زمین میکنند. شرک فساد است، کفر فساد است، نفاق فساد است، معاصی فساد هستند. مراد از فساد تنها زنا نیست، اونم فساده. هر معصیت و هر فرمان پروردگار را نقض کردن فساد هست. لذا کسانی که این کار را میکنند اولئک هم الخاسرون، این افراد زیانکاران هستند. حالا الله تعالی اینها را خطاب میکند. این خطاب با دلیل عقله. آخر چطور شما دلتون میاد که کفر کنید، شرک کنید، توحید خدا را انکار بکنید، در حالی که ببینید موت و حیات همه به دست خداست. کیف تکفرون بالله، چگونه شما کفر میکنید با الله؟ ببین بحث کفر در گذشته نبود، بحث چی بود؟ شرک بود. فلا تجعلوا لله اندادا. به این خاطر اهل تفسیر می نویسند تکفرون بالله بتوحید الله، یگانگی خدا را چطور انکار میکنید؟ کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، در حالی که شما اموات بودید. ما در سوره مومن امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین را خواندیم، برای تفسیر آن این آیه را هم به عنوان تایید ذکر کردیم. حالا کنتم امواتا فاحیاکم، مصداق این موت اول و این حیات اول چیه؟ کنتم امواتا، تفسیر معالم نوشته ای نطفا فی اصلاب آبائکم. مرده یعنی چی؟ یعنی نطفه بیجان و مرده بودید در اصلاب و کمرهای پدرهایتون. فاحیاکم، در دنیا زیرش بنویسی، این حیات اول است، حیات در دنیا. خدا شما را در دنیا زنده کرد، پس یک موت یک حیات. ثم یمیتکم، سپس الله عزوجل شما را میراند. این موت دنیا هست که برای همه می آید. ثم یحییکم، این بالحیات الاخروی هست. سپس همه شما را خدا زنده می کند. زنده می کند، چیکار می کند؟ ثم الیه ترجعون، بعد از اون که زنده شدید به سوی الله تعالی برگردانده می شوید، یعنی به میدان محشر حاضر می شید. همه اونجا میرید و جواب میدید. حالا الله عزوجل اونجا از نعمت هایی که برای شما عنایت فرموده، من جمله اون نعمت ها دین، ایمان، قرآن، نعمت پیامبر، درباره اینها از شما خدا میپرسد. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. باز هم ذکر نعمت های پروردگار. الله آن ذاتی هست که آفرید برای شما، لام میگن لام انتفاع هست، لکم برای نفع شما، ما فی الارض جمیعا، همه آن چیزی که در زمین است. ببینید علما و فقها از اینجا یک مسئله را برداشت کردن زیبا و جالب است. اون اینه که ما فی الارض برای نفع شماست. پس تا زمانی که دلیلی برای حرمت نباشد حلال است. برای حلال بودن هر چیزی همین آیه کافیه. هو الذی خلق لکم، برای نفع شما. پس تمام برای ما حلال هستند مگر دلیل حرمت باشد. دلیل حرمت در قرآن یا در سنت. مثلا حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله،
اینها یا والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل سبع وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. یا كل ذی مخلب هست من الطیور و كل ذی ناب من السباع. اینها را که در نصوص آمده اینها استثناء است، اینها حرامند. بغیر از اینها هر چی که نصی نیامده او حلال است. اون چی هست؟ حلال هست. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. هر چی که در زمین هست الله عزوجل برای منفعت شما اونها را چی کرد؟ خلق کرد. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. بعد از اون الله عزوجل متوجه آسمان ها شدند. پس استوا تفسیر قرطبی نوشته اینجا به معنی اقبله. استوا الى السماء اقبل الى السماء، به طرف آسمان ها روی آوردن. فسواهن 7 سماوات، الله تعالی اونها را مساوی کردند، برابر کردند 7 آسمان. مساوی و برابر کردن یعنی چه؟ معنا تسویتهن تعدیل خلقهن، برابر خلقشون کرد، از هر کجی و کوجی، از هر شقاق و پاریدگی اونها را حفاظت کرد. و هو بكل شیء علیم، و او به هر چیزی عالم هست. اینها را الله تعالی که خلق کرد بعدا خود انسان را خلق کرد. انسان را الله تعالی خلق، البته بعد از اینها نه، چون و از یک چیه مستقل هست، داستان مستقل هست، گرچه تاریخ خلقت انسان بعد از آسمان ها و زمین است، ولی خب از هر جا استدلال گرفته نشه که این بعد از اون هست. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. وقتی که خداوند به ملائکه فرمود ای ملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من قرار میدهم در زمین خلیفه ای. خلیفه به چه معنا؟ معناش این نیست که خلیفه خدا هست. بعضی میگه انسان خلیفت الله هست. نه، چرا در رابطه با انبیا آمده. خلیفه به این معنی که یخلف بعضهم بعضا، ما جانشین هم دیگه هستیم. اجداد ما رفتن، پدران ما به جای اونها آمدن در دنیا. پدران رفتن، ما آمدیم به جای اونها. ما میریم، اولاد به جای ما میاند. همینطور یخلف بعضهم بعضا به این معنی هست. قالوا اتجعل من یفسد فیها و یسفک الدماء. این عرض فرشتگان هست، اما این اعتراض نیست، سؤال است. چون که مخلوق دیگری از جنات را قبلا مشاهده کرده بودند، دیده بودند، چون در اونها فساد غالب بود، بیشتر اونها فساد کردند، بیشتر خود ریزی کردند، اختلاف کردند، درگیر شدند. حالا این قیاس کردن بر همون، پس این برای استفسار بود. این به منظور هم حسد نیست هم اعتراض نیست، چون فرشتگان از این صفاتی که ما داریم مثل حسد، مثل اعتراض کرده، از اینا پاک هستند. لذا اتجعل فیها من یفسد فیها، آیا قرار میدی در این زمین کسی را که یفسد فیها در آن فساد میکند و یسفک الدماء و خون میریزد؟ الله عزوجل میفرماید و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. اگر هدف عبادت است، تسبیح و تقدیس است، ما تسبیح و حمد تو را بیان میکنیم و تقدیس تو، پاکی تو هم انجام میدیم. در گذشته هم انجام دادیم، در آینده هم انجام میدیم. اما الله عزوجل میفرماید قال انی اعلم ما لا تعلمون، من میدانم آن چیزی که شما نمیدانید. ببینید الله عزوجل بهتر میداند، فرشتگان نمیدانند، ما هم نمیدانیم.
اعلم من الحکم فی ذلک ما هو مخفی عنکم، من حکمت هایی میدانم که بر شما مخفی هستند، یعنی شما هم نمیدانید. درسته که این انسانهای فاسد خواهند بود، انسانهای خونریز و ظالم خواهند بود، اما در میان اینها انبیا هم هستند، اولیاء هم هستند، علما هم هستند، صالحین و شهدا هم هستند. اما این نکته هم خدمت شما عرض کنم، بعضی از مفسرین نوشتند که برای اینکه صفات خدای عزوجل و احکام خدای عزوجل همه اجرا بشه، وجود مفسدین هم در دنیا لازم است. وجود اهل فساد، اهل گناه، اهل معصیت لازم هست. اگر اونها نباشند، چون بسیاری از احکام خدا هستند با صالحین ارتباطی ندارند، با مفسدین ارتباط دارند. مثل احکام حدود، قصاص، حد خدا، حدود شرعی، حد قتل، حد زنا، حد سرقت، حد تهمت، اینها با صالحین هیچ کاری ندارند. اگر هیچ مفسدی نباشد، این حدود هم معنی ندارد وجود اینها. پس در همون پیدایش مفسدین هم یک سری چی هست؟ یک سری محاسنی هست. یا بسیاری از صفات خدا، دقت کنید سوء فهم نشه، بسیاری از صفات خدای عزوجل هستند که اگر این گروه از مخلوق نباشند، مفسد نباشند، اون صفات هم نمایان نمی شوند. مثل غفار، مثل عفو، مثل ستار. این صفاتی هستند که عیب مفسد را می پوشند. کسی که گناه می کند او را عفو می کند. پس تا زمانی که مفسد نباشد، نه احکام، بعضی از احکام الهی جاری می شوند، نه بعضی از صفات خدا اثبات می شود. پس اینه که سربسته می فرماید انی اعلم ما لا تعلمون، من میدانم آن چیزی که شما نمیدانید. لذا بعد از این جواب اجمالی بود. جواب تفصیلی در این امتحان است. الله عزوجل چیکار کردند؟ امتحان کردند. وعلم آدم الاسماء كلها، تعلیم دادند به آدم نامها را، همه را. ببین مراد از نامها فقط اسم نیست. اسم فقط به نام گفته نمیشه، بلکه از نظر عربیت الاسم ما یعرف به ذات الشیء. اسم به چه چیزی گفته میشه؟ به اون چیزی که ذات شیء به وسیله اون چی میشه؟ معلوم میشه. تفسیر آلوسی نوشته روح المعانی المراد بالاسماء صفات الاشیاء و نعوتها و خواصها. مراد از اسماء یعنی یک سری اشیایی را خدا درست کرد، صفات اونها را و نعوت اونها را، نعت اونها را، خواص اونها را، اینها را بیان فرمود. لذا به آدم کلها، کل مراد استغراقی نیست، اضافی هست، یعنی اون چیزهایی که نیاز بودند. خب الله عزوجل به آدم تعلیم داد. حالا بعضی اینجا اعتراض میکنن که به آدم یاد داد، به فرشتگان یاد نداد. ثم عرضهم علی الملائکه، بعدن از ملائکه پرسید. این که درست در نمیاد. مثلا یه چیزی را ما یاد بدیم فقط به کسانی که در این میز نشستند، بعدن از همه بپرسیم. خب مشخصه اهل همین میز بلد هستند، همه بلد نیستند. اینجا علما نوشتن نه، در حضور ملائکه به آدم یاد داد، در حضور فرشتگان به آدم گفته شد. اما آدم یاد گرفت و ملائکه یاد نگرفتن. چرا؟ چون علم ملائکه محض تقلیدی هست.
اونها قدرت استنباط ندارند، صلاحیت استنباط ندارند. اونها خیلی چیزها را چون در وجود اونها خواص نیست نمیدونن. مثلا ملائکه نمیدانند گرسنگی یعنی چه، تشنگی یعنی چه، گرمی و سردی یعنی چه. نمیدونند ملائکه که گناه یعنی چه، خنده یعنی چه، گریه یعنی چه، غم یعنی چه، شادی یعنی چه. همه اینها مال انسان هستند، برای فرشتگان نیستند. حالا این دیوار بعضی ها الله تعالی احساس داده، ولی این دیوار نمیدونه گریه یعنی چه، خنده یعنی چه. فرشتگان اصلا معنی اینها را نمیدونند، چون فرشتگان برای این هدف آفریده نشده بودند. الله عزوجل در انسان این استعداد را پیدا کرد. در انسان استعداد گناه هست، استعداد تقوا هست، استعداد اطاعت هست، استعداد سرکشی هست. در ملائکه اصلا استعداد سرکشی گناه وجود نداره. پس این اشیاء، الان این اشیاء چی بودند؟ بعضی تفسیرها های تکلف میکنه اینها را در بیارن، ولی حقیقتا خدا نفرموده اینها را. خدای عزوجل اینها را نفرموده که اینها چی هستند. پس چیزی را که خدا مبهم گذاشته ما هم چیکار کنیم؟ مبهم بگذاریم. ابهموا ما ابهمه الله. چیزی را که خدا مبهم گذاشته شما بذارید. ما هم همین قد بگیم که اسما را خدا به اسماء اشیاء را خدا به آدم یاد داد. چی بودند؟ معلوم نیست، ولی معلوم میشه که اینها یه چیزهایی بودند که استعداد اونها را ما انسان ها داریم، ولی استعداد اونها را ندارند. مثلا خدمت شما عرض کنم، من این مثال اینا هیچ وقتی در قرآن و سنت نیامدند. شما میدونید که اگر انسان گرسنه باشه چی کار باید بکنه؟ چی بخوره؟ اگر تشنه باشه باید چی کار بکنه؟ اگر غم داشته باشه باید چی کار بکنه؟ اگر شاد باشه باید چی کار بکنه؟ و چی کار بکنه که رضایت حاصل بشه؟ چی کار میکند که ناراضی حاصل میشه؟ بالاخره در انسان این استعداد وجود دارد. اختیار مثلا الله به انسان داده، فرشته اختیار ندارد. اختیار از او چیه؟ سلبه. اصلا اون نمیدونه اختیار یعنی چه. او کاری که به او سپرده شده همون تسبیح و تقدیس به صورت اتوماتیک اون داره انجام میده. پس الله تعالی اینها را به آدم داد. پس بنابراین آدم قدرت استنباط داره، صلاحیت علم داره، و برای خلافت در زمین چی لازم هست؟ علم لازم است، استعداد لازم است. تنها عبادت کافی نیست. تنها فرشتگان چی دارند؟ فقط عبادت، فقط تسبیح و تقدیس. هر جا الله تعالی از اونها تعریف میکنه، از عبادتشون، از تسبیح و تقدیسشان، از اینکه یفعلون ما یؤمرون، هر چی امر میشن تقلید محض، ذره سرپیچی نمی کنند. تنها این کافی نیست برای خلافت در روی زمین، بلکه در اینجا همه نوع استعدادها را داشته باشه و این حاصل نمیشه مگر با علم. از اینجا علما گفتند که فضیلت علم بر عبادت هم ثابت میشه. ببین دلیل برتری انسان بر فرشته که اینجا در این امتحان برتریش اعلام شد چی؟ علم هم. و الا از نظر عبادت فرشته کجا و ما به گردش نمیرسیم انسان. پس وقتی که علم باشد و در کنار علم عبادت باشد، بعد این انسان می درخشد. لذا الله می فرماید وعلم آدم الاسماء كلها، تعلیم داد الله عزوجل به آدم همه نامها را، همه اونهایی که نیاز بودند. ثم عرضهم على الملائکه،
سپس اونها را عرضه کرد بر ملائکه، ملائکه هم شاهد بودند. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، به من خبر بدهید نامهای اینها را اگر راست میگویید که ما هستیم کافی هستیم، و اگر راست میگویید که نیازی به این انسان ها نیست که فساد میکنن، اون که فساد میکنن هم تویش حکمتی است. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، گفتم پاکی بار الها، ما علمی نداریم مگر آنچه که شما به ما یاد دادی، اون چیزی که در فطرت ما گذاشتی. انک انت العلیم الحکیم، همانا تو هستی دانا، هر چیز را میدانی و حکمت هر چیز پیش تو هست، حکیم هستی. حالا که اونها نتوانستند جواب بدهند، به آدم فرمود قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فرمود ای آدم خبر بده اینها را به اسماء این اشیاء و صفات و خصوصیات اونها، ویژگی های اونها. فلما انبأهم باسمائهم، زمانی که آدم خبر داد به اونها اسماء اونها و خصوصیات اونها را، قال الم اقل لكم، قال ای الله فرمود الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، آیا من به شما نگفته بودم که من میدانم غیب آسمان ها و زمین را، و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، من میدانم آنچه که شما اظهار میکنید و آنچه که مخفی میکنید، یعنی ظاهر و باطن همه چیز را من میدانم، لذا شما نمیدانید. فرشتگان هم تسلیم شدن. حالا که تسلیم شدن، الله تعالی دستور داد که برای آدم سجده کنید، یعنی تعظیم کنید، او را ادای احترام بکنید. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، وقتی ما گفتیم به آدم سجده کن، به ملائکه سجده کنی برای آدم، پس سجده کردن همه مگر ابلیس. ببینید اولا این سجده عبادت نبود، چون در همه ادیان دعوت همه انبیا همین بوده که عبادت بغیر از الله برای هیچ کسی جایز نیست. شرک یعنی همین عبادت برای غیر خدا، شرک در همه ادیان سماوی حرام بوده. دعوت مشترکه همه انبیا این بوده که با خدا هیچ کسی را شریک نسازید. و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا. پس این سجده عبادت نبود، سجده تعظیم بود که بنده تعبیر کردم ادای احترام. به این معنا احترام بذارید بهش. ببینید ادای احترام برای این است که خداوند عزوجل آدم را که خلق فرمود و مکلف در این عالم آدم هست، انسان هست، و تمام ما یحتاج آدم توسط فرشتگان، همه امور به فرشتگان سپرده شده. فالمدبرات امرا، برای انسان ها هر چی که ما یحتاجشون هست، باد هست، باران هست، ارزاق هست، بقیه مسائلی که خدا به بندگان میده توسط فرشتگان. لذا فرشتگان ادای احترام بکنند، یعنی از این به بعد فرشتگان برای انسان خدمت بکنند، به این معنی است، جز تابعین انسان ها باشند، برای از انسان حفاظت میکنه. انسان حفظه داره، انسان کرامن کاتبین داره، انسان وقتی که در خطری هست حفاظتش به وسیله همین فرشتگان میشه. بنابراین
این فرشتگان برای خدمت انسان وقتی که هستند باید ادای احترام بکنند و مراد از این عبادت نیست. قیل المعنى اللغوی و بعض هم سجده لغوی مراد هست، سجده اصطلاحی مراد نیست، یعنی وضع الجبهه علی الارض که این سجده ما انسان هست اون نیست، چون فرشتگان مثل ما جسمی ندارند، فرشتگان مثل ما دست و پا ندارند که جبهه را بر زمین بگذارند. قیل المعنى اللغوی، معنای لغوی مراد هست، یعنی اطاعت، انقیاد. ولم یکن فیه وضع الجباه، وضع چهره و پیشانی نیست، بل کان مجرد تذلل و انقیاد، یعنی فقط اعلام بکنید که ما همیشه در مقابل انسان ها برای هر خدمتی آماده باش. خداوند این دستور را داد، اما فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن بغیر از ابلیس. ابلیس ملعون سجده نکرد. ابلیس کی بود؟ کان من الجن، از جنات بود، ولی در بعد عبادت اینقدر قرب حاصل کرده بود که با فرشتگان همراهی می کرد. خب دستور مال فرشتگان است، مال جنات که نیست. ابلیس گناهکار نیست، نه، درست مال فرشتگان است، ولی چون به انسان الله تعالی فضیلت و برتری داد، هم بر فرشتگان هم بر جنات، به ابلیس خداوند جداگانه دستور داد که ای ابلیس بیا سجده کن. کجا هست که جداگانه دستور داد؟ در قرآن هست قال ما منعک ان تسجد اذ امرتک، ای ابلیس چرا سجده نکردی وقتی که من تو را امر کردم؟ خدا دستورش داد بس. لذا فسجدوا الا ابلیس، ابلیس چیکار کرد؟ ابا واستکبر و کان من الکافرین، انکار کرد و تکبر کرد. تکبر انسان را فلج میکنه، بدبخت میکنه. ابلیس را همین بدبخت کرد. و کان من الکافرین، کان من الکافرین دو تا معنا داره. یک معنیش اینه که صار من الکافرین، دیگه بعد از اون از کافرین گشت، از جمله کافرین قرار گرفت شد. و یک معنیش اینه که کانا به معنی اصلیش یعنی بود از کافرین. به چه معنی؟ از کی بود؟ در علم خدا بود، از قبل خدا میدونست که این کفر میکنه، لذا در علم الهی ولو اینکه در قرب بود همراهی میکرد با فرشته ها، ولی در علم الهی از کافران بود از قبل. خب پس ابلیس را وقتی که سجده نکرد، الله عزوجل او را بیرون کرد و آدم علیه السلام و حوا را دستور داد همسرش را که در بهشت سکونت کنند. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، ای آدم سکونت کن تو و همسرت در بهشت. و کلا منها رغدا، و بخورید از آن، یعنی از میوه های بهشت، رغدا خوشگوار با فراخی، یعنی هیچ محدودیتی برای شما نیست. حیث شئتم، هر جا خواستید، محدودیت وجود نداره، فقط یک محدودیت هست. ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک نشوید این درخت را. درختی را الله مخصوص کرده بود. حالا این درخت چیه؟ الله عزوجل ذکر نفرموده. اینم از جمله ابهمو ما ابهمه الله هست، چیزی که خدا مبهم گذاشته. های بعضی ها سعی میکنند ولی در هیچ روایت درستی نیامده. فتکونا من الظالمین، اون وقت از ظالمین. شاید اگر خداوند مشخصش میکرد در همین دنیا انسان ها نسبت به اون درخت کارهایی را انجام میدادند، مشخصش نفرموده. نزدیک این درخت نشوید، یا شاید هم درختی اصلا در دنیا وجود نداره، بهشت یک عالمی دیگه است. پس شما از ظالمین میشوید،
یعنی بر خود ظلم کردید، خودتون بر خودتون ظلم کردید، به خدا ضرری نمیرسد، خودتون اخراج میشید، خودتون از اینجا آواره میشوید. وقتی که خداوند عزوجل این را فرمود فازلهم الشیطان عنها، شیطان آن دو را لغزاند. آن دو را لغزاند. چطور شیطان آن دو را لغزاند؟ منظور فریب داد، خوردند. اما چطور شیطان پیششون رفت؟ این نیست. الان روایت های ضعیف زیادی هست. شیطان وقتی که داشت خارج می شد از بهشت در راه اونها را دید. شیطان به در بهشت رفت و عرض کنم که اونجا اونها را صدا زد. شیطان نمیدونم در پوست حیوانی ماری چیزه، همه اینها ثبوت ندارن، درست نیستن. درست ترش اونه که در قرآن آمده فوسوس لهم الشیطان، خداوند به شیطان قدرت وسوسه داده. اونجا هم وسوسه کرد اونها را، هی بار بار تلقین میکرد، قسم میخورد، هیچ مشکلی نیست. و قاسمهما، قرآن میگه قسم میخورد انی لکم لمن الناصحین، من که میگم بخورید بخورید. شما را خداوند که من کرده، چون اگر شما بخورید شما فرشته میشه مثل فرشتگان، یا همیشه اینجا ماندگار میشید، ولی اگر نخورید شما را بیرون میکنند. که الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا دو تا فرشته میشید یا همیشه اینجا ماندگار میشید. خلاصه چنان وسوسه کرد که اونها را لغزان، آخر اونها خوردند. ببین اونها خلاف امر خدا نکردند. حالا بعضی این تو توجیه میکنن که اون درختی که خدا مشخص فرموده بود از اون درخت نخوردن، شبیه اون یک درخت دیگه خوردند، ولی خب منظور اون نوع بود، اون جنس بود. این هم ثابت شده نیست. اصلش اینه که قرآن میفرماید اونها فراموش کردند. انسان وقتی که چیزی باز داشته بشه حریص میشه، هی میخواد بخوره، میگه نه من شدم، ولی یه وقتی فراموش میکن. فنسی آدم ولم نجد له عزما، آدم فراموش کرد، ما برای او اراده مصممی که گناه بکنن نیافتیم، تصمیم گناه و نافرمانی خدا را نداشت. لذا الله می فرماید فازلهم الشیطان عنها، لغزاند آن دو را شیطان از آن درخت، یا عنها از بهشت، از بهشت اونها را لغزاند، سبب بیرون کردنشون شد. فاخرجهما مما کانا فی، آنها را بیرون کرد از آنچه که در آن بودند. و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو، ما به اونها گفتیم اهبطوا، پایین بیایید، بعضی ها نسبت به بعضی تون دشمنید از این به بعد. ولکم فی الارض، دشمنی دیگه بعضکم لبعض، بعضی دشمن بعضی یعنی چه؟ بعضی از علما میگن که یعنی زمین میرید از این به بعد بین شیاطین و بین انسان ها دشمنی هست، هیچ وقت حرف دشمن را قبول نکنید. ببین دشمنیش ظاهر شد، چه نعمتی را از شما سلب کرد. پس این دشمنه، شیطان چیه؟ دشمنه. اما بعضی دیگه میگویند که شما انسان ها با هم دیگه دشمنی، بین شما در زمین در دنیا عداوت خواهد بود، چون در بهشت این خاصیت نیست، دنیا همین طوره، اینجا همیشه جنگ و همیشه درگیری. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، و برای شما در زمین جای استقرار هست، و متاع یعنی بهره‌گیری، استفاده کردن از امکانات زمین، الی حین، تا یه مدتی، اون مدت که تمام بشه دوباره بر میگردید به همین جای، البته در صورتی که تابع فرمان پروردگار باشید. بعد از اینکه سیدنا آدم علیه الصلاة والسلام دستور یافتند که بهشت را ترک بکنند و
به سمت زمین بیایند. اولین اشتباه بود، اولین خطا بود در انسانیت و آدم علیه السلام نمیدانست چه کار بکند. روش رجوع الی الله را و روش توبه را هنوز یاد نداشت، یاد نگرفته بود و پریشان بود. این بحث که آدم علیه السلام کجا در زمین قرار گرفتند، در کدام خطه قرار گرفتند، گرچه تو تفسیرها قول زیاد هست ولی به صورت قطع و یقین نمیشه گفت کدوم سرزمین هست، به دلیل اینکه روایت صحیحی در این رابطه وجود ندارد. گرچه بسیاری از تفسیرها میگویند که خود سیدنا آدم علیه السلام در هندوستان قرار گرفت و بعضی میگویند که آدم علیه السلام در سرزمین حجاز. معلوم میشه که در همین بلاد آسیایی بود، حالا چه عربستان یا چه هندوستان چه منطقه از مناطق دیگر. بعضی مصر را میگویند، بعضی میگویند که مصر جای اول همه انسان ها هست، چون که انسانیت از اونجا از مصر به بعد منتشر شد به بلاد دیگر و آدم علیه السلام اول زبانش عربی بود، بعدا فرزندانش که هرچی زمان میگذشت زبانهایشون تغییر کرد، زبان عبرانی آمد، زبانهای دیگه درست شد. همه اینها اجتهادات هست، روایتهای صحیح در این رابطه نیست. یک قولی که معروف هست و هم اینا را تفسیرها هم نوشتند، ولی خب تفسیرها هرچی که منویسند بدون منبع و بدون مدرک باشد پذیرفته نمیشه، سکوت میشه در قبال اونها کرد. اون چیزی که معروف است که حضرت حوا در جده قرار گرفتند و آدم و حوا از همدیگه فاصله گرفتند، فاصله داشتند و در میدان عرفات همدیگر را ملاقات کردند و اونجا در میدان عرفات دعای آدم علیه السلام پذیرفته شد. اینا هم جز همین نوع روایت های هستند تفسیری که در تفاسیر آمدن ذکر شدند. علی ای حال ما مشخصا نمیتونیم که منطقه سیدنا آدم علیه السلام را مشخص بکنیم، اما اون چیزی که ثابت شده هست اینه که فتلقى آدم من ربه کلمات. آدم علیه السلام از ربش کلمات دریافت کرد، یعنی خداوند شیوه رجوع به سوی خودش را به آدم علیه السلام نشان داد، کلماتی را از خداوند یاد گرفت. فتاب علیه، پس خداوند بر او رجوع کرد، خداوند بر آدم رجوع کرد. ببین معلوم میشه که آدم علیه السلام شب و روز به دنبال رجوع به سوی خدا بود، به دنبال بازگشت به سوی الله عزوجل بود و حتی در روایت ها می آید که همیشه گریه می کرد، داد و فریاد می کرد. ای خوشا چشمی که آن گریان اوست، برای الله عزوجل گریه می کرد. و ای همایون آن دل که آن بریان اوست، دلش کباب بود و چشمش اشکبار بود، ولی بالاخره خدای عزوجل آخر توبهش را قبول کرد. در پی هر گریه آخر خنده است، مرد آخر بین مبارک بنده است. انسان باید دور را نگاه بکند و آخر به هدفی که اون هدف را قرآن کریم مشخص کرده برسد و اون هدف به وسیله توبه حاصل میشه.
به وسیله گریه کردن و بریان شدن دل برای خدا حاصل میشه. لذا آدم علیه السلام در طلب این بود، گریه را بلد بود که در فطرت انسان است. الله عزوجل به اون نشان داد که چگونه توبه بکند، چه بگه. حالا اون کلمات در قرآن آمده، اون چیزی که در بعضی از کتاب ها آمده که آدم علیه السلام متوسل شد به پنجتن پاک، به حق محمد یا به حق فاطمه علی، اینها ثابت نیستند. اینها را مردمی که محبت دارند از خود درست کردند، روایت های ضعیفی هستند. قرآن میگه قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم و حوا اینگونه توبه کردند، اینگونه به خدا رجوع کردند. فتاب، توبه به معنای رجوع هست، اما نسبت توبه به سمت بندگان هست و گاهی به طرف الله عزوجل هم هست. وقتی که با صله الی باشد، تاب الی، این عمل بنده هست، این کار بنده هست. تاب الی ای الی الله، یعنی از گناه، از شرک، از کفر، از اشتباهات رجوع کرد و برگشت به سوی خدا. تاب الی، این بنده را تائب میگویند، اصطلاح تائب برایش به کار برده میشه. اما وقتی که بنده رجوع کنه به سوی الله، الله عزوجل هم به سوی او رجوع میکند با بخشش، با مغفرت، با درگذر شدن. خداوند هم توبه به سویش نسبت میشه به معنای باز رجوع به سوی بنده به عنوان بخشیدن. اما برای الله صله الی بکار نمیره، علا بکار میره. تاب علی، تاب علی، چنانچه اینجا آمده. و به خداوند تائب گفته نمیشه، به خداوند تواب گفته میشه، تواب الرحیم. این فرقش است. لذا آدم علیه السلام این کلمات را که از رب آموخت، از رب یاد گرفت، ربنا ظلمنا انفسنا را، فتاب علیه، اینا را خواند، اینا را تکرار کرد، الله بر او رجوع کرد. فتاب علیه، الله به طرف او رجوع کرد. این علتش است، چون انه هو التواب الرحیم، اون ذات تواب هست، رجوع کننده بر بندگان هست در صورتی که بندگان به او رجوع کنند، و پذیرنده توبه بندگان هست. و نه تنها توبه ها را می پذیرد، الرحیم، مهربان هم هست. خب حالا توبه شد، پذیرفته شد، رب راضی شد، قصه دیگه تمام شد، برگردیم به بهشت؟ نه، الله تعالی می فرماید قل نهبتو. این امر ابقایی هست. اون اولین امر احداثی یا امر ایجادی، این امر ابقایی، یعنی همینطور که پایین آمدید پایین باقی بمانید، روی زمین بمانید. حالا مثل اول بهشت مفت نیست، حالا امتحان میاد. هر کسی در امتحان موفق شد، اون امتحان چیه؟ هدایت از سوی من رب العالمین. هر کسی که در اون امتحان موفق شد، از اون هدایت تبعیت کرد، پیروی کرد، هدایت هم به طریق انبیا می آید، به وسیله انبیا می آید. هر کسی که پیروی کرد، خب نه بترسد، نه برای آینده جوش بزنه، غمگین بشه، او برمیگرده به اینجا. اما هر کسی که از اون پیروی نکرد، در مقابلش کفر کرد، آیاتی که ما
به عنوان هدایت فرستادیم اونها را تکذیب کرد، اونها به سمت دیگه، به مسیر دیگه می روند. برای اون مکذبین، برای اون کافرین آماده شده. لذا این امر تکرار امر اول به عنوان ابقاء هست، نه مثل اون برای ایجاد. قل نهبطوا منها جمیعا، ما به آنها گفتیم اهبطوا یعنی پایین بمانید، منها زمون زمین، همه شما در همون زمین پایین، در همون پایین بمانید. فاما یأتینکم منی هدی، اگر آمد پیش شما از جانب من هدایتی به وسیله انبیا، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هر کسی که تبعیت کرد، پیروی کرد از هدایت من، هیچ خوفی بر آنها نیست و نه آنها در رابطه با آینده غمگین خواهند شد. حزن نسبت به گذشته آینده قبلا خواندید. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اما آنهایی که انکار بکنند، کفر کنند و تکذیب کنند آیات ما را، کفرو با قلب کار داره، کذبو با زبان کار داره. در دل کفر می کند و با زبان تکذیب می کند. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، آنهایی که کفر کردند و تکذیب کردند آیات ما را، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اصحاب النار هستند، اینها در آتش جهنم همیشه میمانند. خب این داستان خلقت آدم شد و دستور ملائکه به عنوان تعظیم و سجده، انکار و ابای ابلیس و شیطنت ابلیس و فریب دادن آدم علیه السلام. این داستان تقریبا 8 جای قرآن مجید آمده که در سوره های متعددی میخوانیم. تکرار این داستان، ببین اگر برای معلومات باشد، اطلاعات باشد، علم باشد، یک بار داستان بیان شد ما فهمیدیم، حاصل کردیم. اما فقط برای اینکه بدانیم و علم داشته باشیم نه، بر اساس این علم عمل کنیم، یعنی تذکری برای ما باشد، تذکر برای اینکه یه بار اشتباه کردیم از چه فیض و خیر بزرگ محروم شدیم، دیگه اشتباه نکنیم که برای همیشه از اون خیر محروم نشیم. و همچنین این تذکر که دشمن بزرگ که نمیخواهد هیچ روی خیر ببینیم و با ما دشمنیش از روی حسادت هست، از روی پدرکشتگی هست، ابلیس هست. چون گویا آدم پدرش را کشت، آدم او را از جایگاهی که داشت او را از اون جایگاه انداخت، چون آدم را احترام نکرد، حسد کرد، او بدبختی برش آمد. لذا این ابلیس به هیچ وجه رها نمی کند ما را به حال خودمون. بار بار الله تعالی تکرار می فرماید، در سوره بقره تکرار است، در سوره آل عمران است، در سوره اعراف است، در سوره صافات یا صاد هست، اینها بار بار تکرار میشه. معنیش اینه که باید همیشه مواظب بود، همیشه آماده باش بود و دشمن را دشمن دانست، تشخیص داد. بعد از بنی آدم، داستان آدم و بنی آدم، حالا میرسیم به جریان بنی اسرائیل. از بنی آدم میایم به بنی اسرائیل. داستان بنی اسرائیل چه ربطی با ما داره؟ یکی اینکه بیشترین انبیا در میان اینها بودند، از این قوم بودند. چون که اسرائیل همون یعقوب است، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، اسرائیل ابن اسحاق ابن ابراهیم. و اسرائیل لقبش هست در زبان عبرانی
به معنای صفوت الله یا به معنای عبدالله، برگزیده خدا، بنده خدا. لقب حضرت یعقوب بود و اینها جای اصلیشون بابل بود، بابل عراق. از بابل عراق حضرت ابراهیم علیه السلام در سن 70 سالگی با همسرش ساره و برادرزادش لوط از اونجا هجرت کردند، به طرف ملک شام آمدند. اینجا به کنعان آمدند که کنعان حبرون، امروز به حبرون آمدند. اینجا را اختیار کردند به عنوان وطن، الله تعالی دستور دادند. اینو من خدمت شما نگفتم، تکرار بکنم که آدم علیه السلام بعضی که میگویند فلان منطقه بود فلان منطقه، بالاخره آدم علیه السلام به طرف مکه مکرمه رفت، به میدان عرفات رفت، اونجا قبول شد توبهش و بعد رفت کعبت الله را آدم علیه السلام بنا کرد. ان اول بیت وضع للناس، میگویند که حضرت آدم بنا کرد و بعضی میگن فرشتگان برای آدم بنا کردن. ابراهیم که بانی خانه کعبه گفته میشه چون بعد از طوفان نوح از بین رفت، خراب شد. بعد از اون دوباره ابراهیم علیه السلام در زمان خودش تجدید بناش کرد. پس بنای اولش سیدنا آدم علیه السلام انجام داد و بعد فرزندان آدم که منتشر شدند، این طرف اون طرف رفتند، فرزندان آدم به شام رفتند، اینجایی که بعدا ابراهیم آمد و مناطق دیگر رفتند. بیت المقدس را یکی از اولاد آدم، یکی از فرزندان آدم درست کرد، مسجد الاقصی را. از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدند که اولین بیتی که بنا شد چی بود؟ فرمود که کعبه شریفه بیت الله. گفتن دومین؟ گفتن بیت المقدس مسجد الاقصی. و پرسیده یا رسول الله بینشون چقدر فاصله هست؟ فرمودند که 40 سال فاصله هست. در حدیث صحیح میاد، در صحیحین میاد. حالا اگر ما بانی اول کی را تصور بکنیم؟ ابراهیم را تصور بکنیم برای خانه کعبه، و بانی مسجد الاقصی سلیمان علیه السلام را، اونطور که در قرآن هم آمده که سلیمان بنا کرد و خانه کعبه را ابراهیم بنا کرد. اگر بانی اول اینها را بدانیم که خب بین اینها هزاران سال فاصله هست، 40 سال که نیست. پس منظور از این بنا اون بنای اول است. اولین بنا، اولین اساس که مال خانه کعبه بود، 40 سال بعد مال مسجد اقصی بود که یکی از اولاد آدم اون را بنا کرد. علی ای حال این بنی اسرائیل اونجا آمدند چون دو تا مرکز بود در دنیا، یکی بیت الله بود، یکی بیت المقدس بود. اونجا ابراهیم علیه السلام همسر خودش هاجر را که در مسیر در مصر هاجر را به ساره هدیه کردند و ساره او را به ابراهیم و ابراهیم در عقد خودش در آورد و اسماعیل متولد شد. به دستور خدا برد به اون مرکز. به کجا؟ کنار بیت الله. و بعد خود ابراهیم علیه السلام اینجا آمد. اونجا اون زمان خانه کعبه نبود ولی آثار خانه کعبه که از قبل بود و خودش آمد با حضرت ساره اینجا در شام در نزدیکی بیت المقدس قرار گرفت. هر دو تا مرکز توحید. بعدن اسماعیل وقتی که بزرگ شد، ابراهیم علیه السلام رفت، در همین سوره بقره میخوانیم، پدر و پسر خانه کعبه را بنایش را تجدید کردند. در روایت ها داریم که جبرائیل امین آمد و خطش را کشید. خود جبرائیل امین میدانست از طرف الله تعالی که بنای اولی کجا بوده، بنای اولی آدم علیه السلام. همون بنای اولی خطش را کشید. ابراهیم و اسماعیل بر اساس همون خط کشی
حضرت جبرائیل خانه کعبه را ساختند. پس هر دو را ابراهیم علیه السلام گویا با عبادت فرزندان و دعوت فرزندان خودش آباد کرد. بنابراین بنی اسرائیل یک دلیلش اینه که اینها بیشترین انبیا بعداً در میان اینها مبعوث شد بعد از ابراهیم علیه السلام تا زمان سیدنا عیسی علیه السلام. دوم اینکه این سوره مدنی هست، مخاطبین اصلی در مدینه منوره اینها بودند، اینهایی که آمده بودند تا ایمان بیاورند، آمده بودند تا از نبی خاتم استقبال کنند، یاری برسانند، نصرت کنند. اینها وقتی که عرض به حضور شما رسول الله تشریف آوردند، اینها به خاطر عصبیت، تعصب قومی ایمان نیاوردند. خب سخت بود برای اونها. لذا الله عزوجل یادآوری می فرماید بنی اسرائیل را. ای بنی اسرائیل، اولا یاد کنید نعمتهایی که من در گذشته بر شما عنایت داشتم. از اینجا تقریبا تا آخر این جز که اونجا که بنای خانه کعبه می آید، تا اون یا بنی اسرائیل دوم رکوع 15، تقریبا در این 11-12 رکوع همش بحث بنی اسرائیل است. الله تعالی برای بنی اسرائیل چندین طریق اصلاح بیان می فرماید که اصلاح بشند. اینا عالم بودند، باسواد بودند، ملا بودند. 5 طریق اصلاح وقتی که آیات را بررسی می کنیم، اساتید خلاصه کردن 5 طریق اصلاح اینجا بیان شده. 1، ذکر انعامات و احسانات پروردگار بر آبا و اجدادشان. ببین بر پدران شما، بر گذشتگان شما چه لطفی کردن. 2، ذکر خیانتها و خباستهای آبا و اجداد. اون همه لطف من بر اونها کردم، اونها چی کار کردند؟ چه جوابی به موسی دادند، چه جوابی به یوشع دادند، چه جوابی به انبیای دیگه دادند. وقت جهاد چه کار کردند، وقت عمل به تورات چه کار کردند. اینها را خدا ذکر می کند تا برای اینها عبرتی باشد، اینها مثل پدرانشون نکنند. این 2. 3، ذکر بداعمالی بنی اسرائیل موجود در زمان نزول قرآن، که شما حالا عمل کرده خودتون را ببینید، شما خوب عمل نمی کنید، کارهای شما اشتباه هست. کتمان و تلبیس حق و فریب دادن عوام و مردم و پول گرفتن و حب دنیا و حب جاه و همه مریضی ها را الله ذکر می فرماده. این 3 تا شد. 4، ذکر قتل انبیا توسط آبا و اجداد. آبا و اجداد شما بهترین بندگان ما را، انبیاء الهی را کشتند، شهید کردند. و 5، ذکر تکذیب بنی اسرائیل موجود. این بنی اسرائیلی که موجود هستند نبوت رسول الله را، حالا شما پیغمبر ما را تکذیب میکنید، در حالی که شما قبل از این برای همین هدف آمده بودید که تایید کنید، تصدیق کنید. چی شد؟ برگشتید. لذا الله عزوجل در این چند رکوعی که میخوانیم این مباحث را برای بنی اسرائیل ذکر میفرماید و یک برنامه اصلاحی که اگر اونها عمل بکنند شامل 8 تا دستور امر و 4 تا نهی اینجا برای بنی اسرائیل بیان میشه که اینها را در همین ابتدا میخوانیم. 8 امر هستند و 4 تا نهی هستند. الله میفرماید یا بنی اسرائیل،
ای فرزندان یعقوب اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، این امر اول است. یاد کنید نعمت من را، آن نعمتی که انعمت علیکم، من بر شما انعام کردم، بر شما احسان کردم. امر اول اینه، یاد کردن نعمت. خدا چقدر بر ما احسان کرده. این را میگن شکر قلبی، در قلب انسان تصور بکند. دو، و اوفو بعهدی اوف بعهدکم، این ذکر نعمت. الانسان عبید الاحسان، انسان وقتی که احسان را یاد میکند به سمت محسن میره و حرف محسن را گوش میکند. لذا وقتی که احسان من محسن را یاد کردید، عهدی که با من بستید به اون عهد وفادار باشید. و اوفو بعهدی اوف بعهدکم، شما وفا کنید. این امر دوم است، وفا کنید به عهد من. به عهد من یعنی چه؟ ای به عهدکم ایایا. اینجا عهد به طرف مفعول مضاف شده. اصل عهد شماست، با من بستید. فاعل خود بنی اسرائیل. اوفو بعهدکم ایایا، با عهدی که شما با من خدا داشتید. اوف بعهدکم ای اوف بعهدی ایاکم، با اون عهدی که من خدا با شما بسته بودم من هم وفا میکنم. منم وعده‌ای که به شما داده بودم اون وعده را میدم، محققش میکنم. خب حالا منظور از عهد چیه؟ چند قول است که همه حاصلشون یکیه. اول اینه که در تورات عهد گرفته شده بود که پیامبر آخر الزمان از نسل اسماعیل مبعوث میشه، ایمان بیاورید. این عهدیش اونا خدا از اونا گرفته بود. اونایی که ایمان میآورند خداوند گناهانشون را میبخشد و وارد بهشت میگرداند. این عهد خداست، بخشش گناهان، ورود بهشت. چنانچه امام رازی اینه نوشته: ان الله تعالی کان عهد الى بنی اسرائیل فی التورات، خداوند در تورات با بنی اسرائیل عهد کرده بود که انی باعث من بنی اسماعیل نبیا امیا، از بنی اسماعیل نبی امی میفرستم، فمن تبعه و صدق بالنور الذی یأتی به ای بالقرآن، هر کسی که پیروی کرد و به اون نوری که اون پیامبر می آورد یعنی قرآن را ایمان آورد، غفرت ذنبه و ادخلته الجنه، می بخشم به بهشت می برم کبیر. لذا امام رازی میگه این عهد در کجا بود؟ در تورات. و نه تنها در تورات، در سوره آل عمران میخوانید که الله عزوجل با همه انبیا عهد بسته و بعدا از اونا اقرار گرفته که ای انبیاء من، شما امتهایتون را تبلیغ کنید، اما بعد از شما یه پیغمبری می آید، شما حتما به او ایمان بیاورید و نصرتش کنید، یاریش کنید. و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پشت سرش ما این رسول میاد، مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه، باید حتما ایمان بیاورید و یاریش کنید. قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری، اقرار کردید، با من پیمان میبندید؟ قالوا اقررنا، حتما اقرار میکن خدایا. پس خداوند تنها در تورات نیست، با همه انبیا خدای عزوجل این عهد را بسته بود. بعضی میگویند که منظور از این عهد اوفو بعهدی اوفی بعهدکم، این عهدی هست که در خود قرآن ذکر شده. این عهد را الله می فرماید، آیه را گوش کنید:
ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منهم 12 نقیبا. ما عهد گرفتیم از بنی اسرائیل، 12 تا سردار هم بودن که بر اونها تعیین کردیم. وقال الله انی معکم، این عهد خداست، انی معکم در دنیا و آخرت. در دنیا یاریتون میکنم، در آخرت بهشتتون میدهم. وقال الله انی معکم، اما شما چه کار کنید؟ لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسلی و عزرتموهم. هم نماز، هم زکات، هم به همه رسول من که سرتاج رسول محمد صلی الله علیه و سلم است و یاری اونها. و آمنتم برسلی و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا. همه وظایفتون را انجام بدید. اگر شما انجام دادید، لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار. این عهده. ای بنی اسرائیل، به این عهد عمل کنید. الله می فرماید و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم، شما با عهدی که با من خدا بستید وفادار باشید. اوف بعهدکم، من الله به عهدی که با شما دارم وفا می کنم. و ایای فرهبون. امر سوم از 8 امر اینه، فقط و فقط از من بترسید، از مردم نترسید، از کسی دیگه نترسید، از من بترسید. 4مین امر، و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان بیاورید به آن کتابی که من آن کتاب را نازل کرده بودم به عنوان تصدیق کننده کتاب شما. مصدقا لما معکم. این 4 تا امر. ولا تکونوا، اولین نهی هست. چند تا امر بودند و چند تا نهی؟ 8 امر و 4 نهی. ولا تکونوا اول کافر به، وظیفه شما اینه، انتظار از شما اینه که اولین مؤمن باشید از میان اهل کتاب. شما اول کافر نباشید، اولین کافر نباشید. منظور از میان اهل کتاب، و الا اول کافر اهل مکه بودن. ولا تکونوا اول کافر به، این یک نهی. دوم، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، در مقابل آیات من پول اندک نگیرید. ببینید این که این آخوندهای بنی اسرائیل ایمان نمی آوردن به خاطر پول بود، به خاطر منصب بود. دو مریضی داشتن، در همین آیات مشخص میشه. یکی حب مال، یکی حب جاه. جاه به معنی پست، ریاست، رهبریت، مرجعیت. می گفتن اگر ما الان مفتی اعظم هستیم، مرجع بزرگ هستیم، بزرگترین پیشوا هستیم، همه مردم میان از ما میپرسند، ما اگر ایمان بیاریم از این جایگاه میافتیم، بعد از اون مرجع کسی دیگر خواهد بود، این مغازه دیگه تعطیل میشه، این درآمد چی میشه؟ بسته میشه. پس محبت چی بود؟ پول بود. پول کمی هم نمی گرفتند، ولی خدا که میگه ثمنا قلیلا، هر چقدر می گرفتند در مقابل خزانه های الله هیچی بود، قلیل بود. لذا الله می فرماید ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، در مقابل آیات من پول اندک نگیرید. و ایای فاتقون، فقط و فقط از من بترسید. ایای فاتقون تکرار ایای فرحبون است. اگر خوف خدا باشد انسان دین فروشی نمی کنه، ولی خوف خدا که نیست دین را می فروشد. خب دو تا نهی آمد. نهی سوم،
نهی سوم ولا تلبس الحق هست، نهی چهارم و تکتم الحق یعنی ولا تکتم الحق. ببین فرق تلبیس حق و کتمان حق چیه؟ مخاطبین و مقتدی های این علماء بنی اسرائیل دو نوع بودن. بعضی ها بودند که یک کمکی آگاه بودند، اطلاع داشتند، مثلا خبر داشتند که ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم در تورات آمده، پیشگویی درباره ایشون آمده، نوید داده شده، میدونستم ما اینجا برای همین آمدیم. برای اونها تلبیس حق میکردند، یعنی حق را با باطل خلط میکردند، غاطی میکردند. این را میگن تلبیس حق. و گروه دوم که عوام العوام بودند، هیچی حالیشون نمیشد، برای اونها کتمان میکردند، یعنی میگفت اصلا ذکری از ایشون در کتاب ما نیست، هیچ یادی نشده. هر دو را الله میفرماید نکنید. ولا تلبسوا الحق بالباطل، تلبیس نکنید، خلط نکنید حق را با باطل، و تکتم الحق، و همچنین کتمان نکنید حق را، و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید که این هر دو کار را شما دارید میکنید، شما این هر دو مرض را دارید. پس این 4 تا نهی شدند. 4 تا نهی چی بود؟ ولا تکونوا اول کافر به، 2 ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، 3 ولا تلبسوا الحق، 4 و تکتموا الحق یعنی لا تکتموا الحق. اما 4 تا امر قبلا خواندیم، 4 تا دیگه میخوانیم. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. 3 چیز عرض کنم که اینجا بیان شد، 3 تا امر، چون 3 تا مریضی داشتند. الان خدمت شما عرض کردم حب جاه داشتند، حب مال داشتند و دیگه حسد داشتند. حسد با رسول الله داشتند، حسد با مؤمنین داشتند. الله عزوجل برای علاج این 3 تا این 3 دستور را دادند. انسان حب جاه دارد به خاطر تکبر، به خاطر غرور، میخواهد همین جایگاه ریاستش، سرداریش حفظ باشد، محفوظ بماند، سرداری خراب نشه. برای علاج این الله میفرماد و اقیموا الصلاة، چون که نماز سراپا چی هست؟ تواضع هست، از اول تا آخر تضرع هست، تذلل هست، خشوع و خضوع هست. بهترین اعضا و اشرفترین اعضا را به خاک مالیدن هست. نماز این نفس سرکش را میشکند، نابودش میکند. به همین خاطر در نماز کارهایی که در اونها بوی کبر میآید اینها حرام هستند. حالا اسبال ازار مطلقاً ممنوع، حرام هست در نماز که خیلی بدتر. یا کسی به سجده میره لباسهایش را جمع کند، پالتوش را جمع کند، عمامهش را، چادرش را، یا موهای بزرگی دارد اینا را نگذارد که به خاک میخورند و خاک آلود بشه. اینا همه ناجایزند، اینا همه منافی هستند با خشوع و خضوع. لذا نماز حب جاه را، پست را، ریاست را وقتی که نمازی باشد از بین میبره. و حب مال را دادن صدقه و زکات. یکی از فلسفه های زکات دادن اینه که وقتی که ما زکات بدیم، صدقه بدیم، پول بدیم، محبتش از دل میره. چرا؟ محبت ذاتی میاد که شما به خاطر او داری میدید، به دستور او دارید پول میدید، برای رضای او دارید خرج میکنید. به جای محبت مال محبت او میاد و این دلیل هست که او را بیشتر دوست دارید.
که این مال دوست داشتنی را برای او فدا می کنید. پس زکات و صدقه و اعطاء مال در راه خدا چیکار می کند؟ محبت دنیا را کم می کند. این یک نسخه ای هست که همه ما باید بهش عمل بکنیم، چه زیاد داریم چه کم داریم، همه گرفتاری محبت هستیم. اونایی که زیاد دارند هم گرفتارند، اونایی که ندارند و کم دارند هم گرفتارند. و قانون اینه که هر چیزی را که انسان دوست دارد و به محبتش گرفتار هست، او را چیکار بکند؟ او را قربان بکند برای خدا. حالا این سوره بقره است، شما میخوانید، بعداً یا امروز میرسیم شاید نرسیم، انشاءالله فردا میخوانیم که بنی اسرائیل بقره را چرا قربانی میخواستن بکنند. اونجا همین سوال مطرح است. علما جواب میدن چون که و اشرب فی قلوبهم العجل، در رگ و ریشه ایشون محبت گاو و گوساله آمده بود. الله عزوجل میخواست این محبت از دل بره، دستور داد گاو را پیدا کنی بیاری بکشید، بیاره قربانش کنید. وقتی که برای خدا قربانش میکنیم معنیش اینه که اینو دوست ندارم، اون خدایی که اینو به خاطر او کشتم او را دوست دارم، به جای این محبت اون محبت میاد. لذا مال را اگر کسی دوست دارد و میخواد که محبت مال، محبت دنیا در دلش کم بشه، کم رنگ بشه، به خاطر خدایی که همه ما باید او را دوست داشته باشیم، محبت او، عظمت او در دل بیاید، به خاطر او باید مال را قربان بکنیم، مال را فدا بکنیم، بدیم به کسی که ندارد، بدیم به کسی که محتاج است، بدیم به کسی که لباس ندارد، غذا ندارد، نیاز دارد. اینجور هم محبت از دل میره، هم اون ذاتی که در پی محبت او هستیم خوشنود میشه، راضی میشه. لذا این دومی بود، و آتوا الزکات. سومی وارکعوا مع الراکعین. حسد داشتن، نه حسد با مسلمانان، حسد با رسول الله، بیا در اون صف با اونها قرار بگیر، با اونها هماهنگ باش، با رکوع اونها رکوع کن، با سجده اونها سجده کن. این علاج حسد است. انسان از کسی که دور هست حسدش بیشتره، نزدیک میشه حسدش کمتره. لذا الله تعالی و بعض عبادت هم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، همه منکرات من جمله حسد را می زداید، از بین می بره. پس این امر پنجم و ششم و هفتم برای علاج این امراض هست. الله می فرماید و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، نماز را بر پا بدارید، زکات بدهید، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کنید همراه با رکوع کنندگان. و بعضی میگویند که در نمازی که بنی اسرائیل داشتن، در اون نماز سجده بود، رکوع نبود. به این خاطر خاصتا نام این رکن را بردند، نام رکوع را، منظور نمازی که بر روش محمد صلی الله علیه و سلم باشد. حالا این نماز، بقیه نمازها وقتشون تمام شد. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. اینجا خداوند سرزنش می فرماید این علماء دین فروش را، مردم را دستور می دهید که بر انجام بدهند، نیکی انجام بدهند، و خودتون را فراموش می کنید. اون چه دستوری بود؟ ببین اینها به بنی اسرائیل می گفتند، به مقتدیهای خودشون می گفتند ای مردم به تورات عمل کنید، احکام تورات را احیا کنید، زنده کنید. حالا خودتون چرا مخالفت می؟ چرا خودتون به تورات عمل نمی کنید؟
تورات مگر نگفته که نبی خاتم می آید، پیغمبر آخر می آید، به او ایمان بیاورید من خدا به شما بهشت میدم؟ چرا بهش عمل نمی کنید؟ بهترین تفسیر اینه، اتأمرون الناس بالبر، بر یعنی نیکی، منظور عمل به تورات. پس این استفهام حیرت و تعجبه. اتأمرون الناس بالبر، آیا مردم را امر می کنید به بر و نیکی، و تنسون انفسکم، و خودتان را فراموش می کنید، در حالی که و انتم تتلون الکتاب، شما کتاب می خوانید. این عالم بی عمل است، می خواند و عمل نمی کند. افلا تعقلون، آیا خرد ندارید، عقل ندارید؟ کجا داری میرید؟ تا اینجا چند تا امر شد؟ 7 تا. هشتمین امر. ببینید